یاسمین پخت و پس کرده واسمون و نزدیک 40 تا سوال داریم که در مورد اولین بار هاست. میشه خورد؟ آره میشه واسه تو میشه. آقا رضا شما اولین بار تو خودمون جواب میدیم. اولین زیادی رو با تو تجربه کردم. همون اولین باری که گفتیم می‌خواستم بگم من میشه بگم. خب بگو شروع کن. بفرمایید. نه بگید اولش در بیار. مسعود تو نظر خاصی نداری؟ کلا اولین بار کی؟ نه کلا اولین بار برای اصلا نیازی نبود که این سوال رو بپرسی. یک مکالمه یا نه قبلش از این پرسیدی که در بپرس سراغ اولین بار. قراره یه سری سوال بپرسیم، سوالات رندومه. بله. بچه‌ها راجبش توضیح بدن که خاطرشون رو بگن. آره. اولین باری که توی دردسر افتادی کی بود و چی شد؟ بذارید فکر کنم. من بگم. بگو. من یه بار تو تلویزیون خونم آب ریختم. توی تلویزیون خونت؟ آره. قصدم این کامیونا هستش که بچه‌ها باش میبرن لب ساحل با چیز میکنن، خاک میریزن. بله. چی میگن؟ شن و اینا درست میکنن. چی میگن؟ قلعه شنی. آره. بعد من اینو پر آب کرده بودم و اینا داشتم هیچ وقت با شن بازی پر آب کرده بودم و اینا مثلا اینجوری بود که داشتم بازی می‌کردم. تو نمیدونم چرا این کارو داشتم می‌کردم. ولی خب نکته مهمی بود. مثلا بعد یه تیکه از اون آب ریخته بود تو تلویزیون خونم و نتیجهش اینجوری نبود که از عمد ورداری ببری بریزی. آره. یه بار اونجا خالی نکردی. ولی آره یه چیز یه بخش بعد تلویزیون پاناسونیک سگجون بود از این قدیمی‌ها بود. بعد تا مدت‌های مشکل عجیب غریبی براش پیش اومد ولی داشت کار می‌کرد و هنوزم سالمه داریمش. خانواده‌ات متوجه شده؟ بله. من همیشه این گندایی که می‌زدم اینا زیاد دارم بچگی بخوام بگم، ولی حالا شما بگید. کتک خوردی یا ازت گذشتن؟ نه معمولا میگذشتم. کتک اینا زیاد نمی‌زدم. دیگه عادی شده نمی‌زدن. عادی شده بود واسهشون. معیار اون برای زیاد چقدره میشه یکی بگه؟ اولین باری که تو دردسر افتادی رضا؟ من قدیمی ترین دردسری که یادم میاد 2 بار برام زنگ زدن آتش نشانی اومد. چرا؟ برای تو؟ آره. ساچمای پرده رو دیدی فلزیه؟ خب اولین بار کرده بودم دماغم و داشتم خفه میشدم، جفت سوراخ دماغمو پر کرده بودم و نمیدونم چرا. یعنی وقتی دیدی یکیو کردی گیر کرد، دومی هم گفتی که پس اینم بره که گیر کنه. فکر کنم 3 سالم بوده یعنی همچین چیزی. خب و اینا اینجوری بودن که این داره میمیره، فقط دهن میتونه نفس بکشه، زنگ بزنید آتش نشانی بیاد. اومدن در آوردن و یه خاطره دیگه هم هست مثلا با فاصله چند روز بعدتر مهره‌های فلزی که توی ابزارالاته کرده بودم تو دستام و در نمیومد. دوباره زنگ زد آتش نشانی اومد که ببرتشون. بعد همون آتش نشانی اومد؟ نمیدونم 3 سالم بوده و هیچی، فقط یادم آتش نشانی اومد. بعد یه بار تلفن زدم به برق، به پریز برق. اینو همه فکر کنم انجام دادن و زنگ خورد و سوخت. و یادم مثلا من اون زمان 3 سالم بود، این تلفن از اونایی بود که چیز داشت، پیغام گیر داشت. این نیازه که توضیح داده شه یا نه؟ هنوزم از همون قضیه استفاده میکنه دیگه. هنوزم بزنی میسوزه. آره دیگه هنوز داریم، هنوز این قضیه هست، چون خط تلفنه ولی یکیش برق داره میده مستقیم بهش و طبیعتا کار نمیکنه. و یادم ممتد همینجوری زنگ میخوره و اگه خیلی طولانی بمونه که 100% میسوزه. من یادم اون سوخت. یه بارم که میل بافتنیو کردم توی سوراخ ویت فور ایت. تموم کجا الان بعد زودتر جک 3.5 تلویزیون. چیو جک 3.5 تلویزیون. واقعا بخیر. من سلام. ولی میل پرده. ولی از جاشو نشونتون بدم. میل پرده. اوه فاک گفتم میل پرده. همراه با عکس DLCش بودیم. سالها بعد برای اکسپنژن گرفت بعدش دیگه پیش میاد دیگه. آره حواست نیست یه باره که سخته، کار سختیه. تو رفتی اونو برداشتی، میخوام اینو بگم. نه مثلا داشتین احتمالاً جابجا می‌کردین، خونه تکونی بوده یا اینجوری آخ از قصدم بوده این. ولی یکی از اپیک تریناش من فکر میکنم طرفای 14-15 سالم بود، قلک ایدمو شکوندم با پسر خالم و اون زمانی بود که خونمون مهمون بود و مامانم حواسش نبود. قلکی که پر بود و با پسر خالم پاره کردیم و رفتیم بیرون و همه رو لپ لپ خریدیم.
فکر میکنم نزدیک 80-90 هزار تومان اون زمان همه رو لپ لپ خریدیم. من قشنگ یه گونی لپ لپ روشونم بود و داشتم میومدم خونه و تو راه داشتم به این فکر میکردم که چه بلاهایی ممکنه سرم بیاد اگر بفهمم. فکر کنم لپ لپ اون موقع دونه 2000 تومان این. ببین گرونترینش یادم اون مرغیه بود، زرد گنده. اون مثلا فکر کنم 3000 تومان بود نهایتا. و ارزون ترینش هم اونایی بود که جایزه نداشتن. چقدر کتک خوردی؟ شانسی که من آوردم این بود که توی یکی از لپ لپ‌های روسری بود و اونو هدیه دادم به مامانم و تا حد زیادی دمش کنترل کرد، ولی anyway دهنمو سرویس کردن. پلات تویستش اینجاست که آره خوردی به هر حال. آره آدم سشتی خجالت نمیکشی؟ میخوای؟ بعد دستمال توالت هم هست یعنی این دکه وحید گرفتم پایین. بسیار در مورد دکه وحید قطعا یک ویدیو خواهیم داشت. پایین وحید دکه زده تو دفتر و داره دست فروشی میکنه. تا حالا توی گپ تایم راجع به کانسپت بابایی تو صحبت کردیم؟ نه میتونیم الان واردش کنیم اگه دوست داری و اوکیه. آخه الان جایی نیست که بتونم چیزی روش. آخه نه می‌خواستم بگم شاید یکی از اولین بارها به باباش برسه. همون می‌خواستم بگم اتفاقا احتمالاً اولین واکنش باباش این بوده همش رفتی 80 تومن لپ خریدی. باشه توضیح بده. بوده فقط 2 میلیون لپ لپ خریده. چیزی که اینا دارن ازش صحبت میکنن یه کانسپتیه درباره بابای من که حضور داره صداش همه جا و سوپر پاورش و قدرتش اینه که احساس ناکافی بودن میده و این برگرفته از زندگی واقعی منه و هر موقعیتی که پیش میاد یکی از بچه‌ها صدای بابای من رو دراپ میکنه با توجه به اون موضوع. مثلا توی این موضوع میشه گفت که همش رفتی همش لپ لپ خریدی. نه فقط 90,000 تومان توی قله‌تون. من چک میکشیدم. آره میتونه احساس ناکافی بودم من بده. واقعا همینه. آره من نبودم چند روز بعد اومدم دیدم که همه دارن ادا بابای رضا رو در میارن. بعد برای من خیلی عجیب بود که این اتفاق داره تو دفتر میفته. ما یه سفر 12 ساعته رفتیم رشت و برگشتیم و من توی اون سفر خیلی کل بک‌گراندش صدای بابای من بود همش و همش داشتیم فکر می‌کردیم که نکنه بابای رضا ناراضی باشه از این که ما این ادونچر رو داشتیم. رفتید شمال برگشت 12 ساعت. اکچولی اینو گفت اینو واقعا گفت. آره اینو تعریف کرد گفت فقط رفتید شام خوردید اومدید چرا نموندید. من که مرسی بابت من هم سن شما بودم تو 12 ساعت میرفتم ترکیه و برگشتم میرفتم آلمان. بابای من اینطوریه وقتی من میرم آرایشگاه مثلا میام خونه و اینجوری که الان رفتی آرایشگاه چرا من اینکه نمیبینم که هنوز مو داری رو کلت مثلا انتظار داره بری انگار جی تی ای کامل باید تغییر کنی. وقتی به اندازه 1000 تومان گفتم بزن. واقعا اصلا عجیب بود. خدا حفظشون بکنه همین بودنشون خیلی زندگیتون رو قشنگ‌تر میکنه. خب بریم تو نگفتی. تو هم نگفتی. من بگم تو میگی. تو بگو. من خاطرم یه مقدار آموزنده است. بیشترم برای کسایی که حالا هم سن و ساله خودم و بزرگتر از خودم که دیگه میرن توی مرحله پدر مادر شدن و یا شدن توی این مقطع هستن. درسته. من بچه که بودم یادم توی یه خونه‌ای بودیم. اینا خیلی کلا اونجا چیز بودیم، مستاجر بودیم. اینا خیلی آدمای عوضی بودن. این صاحبخونه ما آدمای سالمی نبودن. خیلی ما حالا دیگه یه سالی اونجا مجبور بودیم بمونیم. بعد خب توی خونه پدر و مادر مثلا اینا راجع به این چیزا زیاد صحبت میکنن دیگه، مثلا فلانی فلان شده این اینجوری کرده اون داره این برخورد میکنه حالا کاری بینش نداریم. من توی ذهنم این مونده بود که مثلا اینا آدمای عوضی ان، پس منم بعد مثلا هر جوری که شده مثلا یه دمیجی بزنم. مثلا 6 سالم بود یادمه یه بار همینجوری نمیدونم از مدرسه فکر میکنم برمیگشتم، خونه ما طبقه 4 بود، موقع آسانسور و اینا نداشت. از دم در ورودی چیز شروع کردم پله ها، یه دونه مداد در آوردم، اونم تازه دیوار رو رنگ کرده بودن، مداد در آوردم همینجوری کشیدم 4 طبقه رو رفتم بالا و من اینجوری بودم که رفتم انتقام گرفتم. الان مثلا مامان بابام خیلی بهم افتخار میکنن تو دنیای کودکانه خودم. آره نه اصلا مدرسه هم نمیرفتم اون موقع، من مثلا مدادم از کجا آوردم، 6 سالم بود. بر داداشات بود دیگه شه پیرکول جامبی که بعد رسیدم بالا و ببین اینقدر خوب و آموزنده به هم چیز کردن، این رو فهموندن و بهم گفتن که یه دونه اسکاچ برمی‌داری میگیری دستت میری تا پایین همه رو پاک میکنی، مثلا حق انجامش این کاری نداشتی اینا. و این اولین باری بود که من یادمه چنین کار احمقانه‌ای کردم و تو دردسر افتادم بابتش و جواب پس دادم بابتش و دیگه هیچ وقت هیچ کار این شکلی خیلی خارج از عرفی نکردم، چون اون موقع خیلی خوب یاد گرفتم. دعوت کردن؟ دعوت کردن ولی نه من هیچ وقت کتک نخوردم. چیز آره واقعا
خیلی یعنی به همون نسبتی که بعد منتقل شده بود بهم. خب مثلا میدونی وقتی بچه‌ای نباید تو خیلی چیزا رو توی محیطش قرار بگیری، رو ذهن تاثیر میذاره و این همیشه تو ذهن خودم موند و فهمیدم چقدر ناخودآگاه آدم توی اون سن و سال تاثیر میتونه بپذیره و آره مال خیلی فان نبود ولی گفتم بگم آموزنده بود. بازه بود. آره. من اولی که یادمه وقتیه که انقدر دکمه پله برقی یه پاساژ رو زده بودم که بابام اومد در حالی که نگهبانش از یقه من رو بلند کرده بود از تو دستش در آورد و نجاتم داد، وگرنه نمیدونم چه بلایی سرم میومد. فکر کنم پله برقی بره پایین میاد نه هی خاموش روشنش میکردن، هی روشن میشه دوره خاموشش میکردن و هی چون نه و انقدر زده بودم که و یارو اومد یهو چرخیدم، یهو دیدم از زمین بلند شدم و از زمین که بلند شدم خواهرم دویده بود و به بابام گفته بود که دارن امینو میکشن و اونم دویده بود اومد منو نجات داده بود و برده بود و من از اون آدم کتک نخوردم و کسی نیومد نجات بده. حالا بابای رضا تو سنود همش یه دونه پله برقی رو خراب کرد. بریم سراغ سوال بعدی. اولین بعدیمون چیزی نیست جز این اولین بعدی خیلی کلفته، مثل اینکه اولین باری که با یه حیوان دوست شدی. اون میره اسپایدرمنی که همه رو به هم وایسادن داریم میبینیم. اگه سینا رو بعدن تو ادیت اینجا اضافه کنید کارهای زیادی میتونم بکنم. جماعتی رو دارید میبینید که اولین بارشون مشترک بوده، مثل اینکه اولین باری که با یه حیوان دوست شدی. من یه سگی بوده توی یک ویلای گویا که یه سری عکسینا هم ازش موجود گفت. یه سگی بوده، یه سگی اسمشو یادم نمیاد ولی سپر جون هر جایی که هست اسم سگ سپره. نه یه سپر واقعی رو گفت فکر کنم. آره همینو فقط یادم میاد. عجیبه ها واقعا اسم سگ تو بذاری مثلا سپر. اسم میذارن اسمایی ولی سپر نمیذارن. سپر واضحا آدمه. خیلی جالب نمیشه. آره. مثلا سپر بیا مثلا آره مثلا چی بذاره آخه هر چیز هر اسمی که به ذهنم بیاد سپر سیف ترین اسمی بوده که من گفتم. آخه یه سری از هر چیز دیگه ای بگم به یه سمتی به یه سگی ور میخوره. الان خیلی بدتر شد. الان خیلی بدتر شد. آقا وحید پسرم بیای اینا چه پشمالو. آقای محترم وحید داره شبیه سازی میکنه. زبونش عالی بود. ممنون آزاد. یا سمی کوچولو بودی اینجا. آره اینم باز اسم سیفیه. شهرات بچه‌ها کل پشت صحنه میتونن یکی سهیل آره یک مجموعه از باغ وحش رو داریم. آره خلاصه این بوده واسه من. تو داری چیزی که من کلا حیوان خیلی دوست داشتم. بعد یه مدتی 2 تا اردک داشتم، 2 تا جوجه اردک گرفته بودم و داشتم اینا رو بزرگ می‌کردم. یه شب یادم رفتم بالا پشت ما اینا یه دونه چیز واسهشون درست کرده بودم، یه قفس درست کرده بودیم. یه شب رفتم بالا پشت اون که اردکامو به دوستم نشون بدم، درشون رو ولی باز گذاشتم. بعد میتونستم بیان بیرون. بعد اومده بودن بیرون و صبحش که رفتم بالا پشت اون بهشون چیز بدم، غذا و آب و ایناشون رو بذارم، دیدم یه تیکه از بدن یکیشون افتاده رو زمین و کلن بالا پشت اون پر از خون و اینا بود و مثلا یه لنگ چیزه اردکه با مثلا نصف کتفش و سینه و ایناش بود و بقیهش نبود. بعد گربه اومده بود اون بالا. کلا واقعا من اصلا نمیدونستم. گربه میاد میگیره به چنگ میزنه میبره، کلاغ نابود میکنه. یکیشون اون یکی چی؟ اون یکی از ترس رفته بود چسبیده بود به بدنه قفس، نمیتونست بره تو و بین بدنه قفس و یه چیزی مثل پارچه مانند بود رفته بود اونجا قایم شده و بنده خودش میلرزید، همین اینجوری داشت میلرزید تا اون لحظه که دیگه ما رفتیم چیزش کردیم. مشخصا هم نمیدونم سکته کرده بود، یه اتفاق واسش افتاده بود دیگه نتونست به زندگی عادی برگرده.
آره اینم چقدر داستانه من تیره و تار و ناراحت کننده. حالا درست اینته ولی احساس ولی این یه فسنجون خوب خوردی تو همون هفته. انقدر گریه کردم ببین چنان زدم زیر گریه. نه بابا جوجه اردک بودن اصلا گوشتی نداشتن خیلی کوچولو بودن. یه پرس هم توش در نمیومد مجموع جفتشون. بعد یکیشون هم که برده بودن خیلی چیز نبود. چنان ار زدم و از بالا پشت اون کشتنشون. بعد همه همسایه‌ها ریخته بودن بیرون که چی شده کی مرده. هم ترسیده بودن. بعد گفتم اردکمو خوردم. بعد خیلی از اون موقع بعد اصلا از چیز بدم اومد، از کلاغ بدم اومد. آره با وجود اینکه اصلا به نظرم خیلی جونور جالبیه ولی خیلی بدم اومد از کلاغ. یعنی تأثیری بود. مشکل شخصی پیدا کردی باش دیگه. کاملا. آره. و این جلسه تراپیه واسه من. بیشتر دارم راجع به تروماهای شخصی اولین بارهات هیچ کدومشون تا الان جالب. یه اولین باره بیار که ربطی به بچگی نداشته باشه. آره تو چی رضا؟ من اوورال رابطم با گربه‌ها خیلی خوبه. یعنی خیلی زبونمو میفهمن، واقعا میفهمن. نیست وای میسم سلام علیک میکنم تو خیابون. ولی اولین گربه‌ای که یادم میاد باش رفیق شدم خونه قبلیمون، فکر میکنم مثلا 16 یا 15 سالم بود، یه گربه نارنجی رنگی توی پارکینگمون زندگی میکرد که این خیلی کوچولو بود و به شدت میترسید. نزدیک هیچ کس نمیرفت و نزدیکش میشدی فرار میکرد. این یه ذره گذشت و من یک قدم هر روز تونستم به این نزدیک بشم تا بتونم دست بزنم بهش. و وقتی اینجوری شد فکر کنم مثلا یه سالش گذشته بود. این از اون مدت که اولین بار بهش دست دادم، از اون موقع شروع کرد اون اومدن نزدیک من هر وقت تو پارکینگ میومدم برم خونه این تا دم پله با هم میومد ولی بالاتر نمیومد. این دوباره شروع کرد همین پروگرس اومد جلو، هر دفعه یه پله با هم میومد بالا تا جایی که انقدر با هم سعی میشد که با هم میومد تو خونه و منو میدید میرفت تو خونه و تیپیکال گربه نارنجی بود و واقعا ردی بود، تا ته ردی بود و هیچ ایده‌ای نداشتی میخواد چیکار کنه. این میومد تو خونه ما زندگی میکرد وقتی که فقط من بودم و من یک بار به چشم دیدم که این روی تاقچه نشسته، اومده بود با من تو اتاق و برگشتم دیدم نیست. رفتم تو پذیرایی دیدم بالای تاقچه نشسته کنار تلویزیونی که رو دیوار بود و مثلا 3 تا گلدون رو تاقچه بود. وای دستش اینجوری بود و زل زده بود تو چشم من یه ذره نگاش کردم و اینو آروم هل داد پایین. قشنگ از قصد و برنامه‌ریزی شده اینو انداخت پایین و وایساد زل زد تو چشم من. اینجوری بودم که ببین بگیرمت پارت میکنم. دویدم سمتش، اونم همونو دوید دور زد. یه دور دنبالش کردم تو اتاق، درو وا کردم شلیک شد بیرون و رفت بیرون. من درو بستم 4 تا فوش دادم پشت سرش، رفت از تو بالکن اومد و پشت شیشه نشسته بود اینجوری که میشه درو باز کنی. لطفاً درو باز کن. و این گربه عالی بود. کلا گربه‌های نارنجی آن تاپن همیشه. یعنی خب بعد پدر مادرت میدونستن این گربه میاد تو خونه؟ آره میدونستن. بعد بازم اومد بعد از این اتفاق. آره میومد. سوسن چون چشم عسلی بود. سوسن خانم. چه رفرنس جالب بود. و الان هم بچه‌ای که استوریای منو میبینن همیشه حالشو میپرسن. یه گربه نارنجی دیگه پایین رو ماشین من زندگی میکنه اسمش رستم. بله. ولی هم بافه اینجوریه. اون دست میده با من گاهن، یعنی مثلا من دست دراز میکنم یه دونه میزنه و اونم همین که یکی از پاهاش ایراد داره رو میگی؟ نه دم خونمون. خیلی هم از من سالم‌تره. همه محله‌ها گربه تحت حمایت دارن ولی ما یه محله داریم که تحت حمایت اونه. رستم حواسش هست. آره واقعا رستم حواسش هست. شاوت اوت تو رستم اگه داریم میبینی. بعد از اون که رضا میره واتساپ برو مسعود تو چی؟ منم گربه، یه دونه گربه بود چند سال پیش اینا مثلا تو همین پارکینگمون میاد میرفت، بچه گربه بود و یه تایم کوتاهی من اینو بیشتر ندیدم ولی خیلی بامزه بود و اخلاقش و اینا رو دوست داشتم و اسمم براش گذاشته بودم لاین. و دیگه یه تایمی رفتش بیرون و دیگه من ندیدمش تو کوچه، یعنی مثلا همیشه اینجوری بود که جلوی در خونه‌ام بود و خیلی همش بهش فکر می‌کنم هنوز، مثلا اینجوریه که این کجاست، چه اتفاقی روونی داره هنوز ذهنش درگیرشه. واقعا خیلی ناز بود. بعد با من مشکل داشت یه ذره، یعنی با من یه ذره مثلا تازه مشکل اون گربه‌ها بود که نمیدونم فکر یه بار به من اولی شو دارم. آره چون معمولا دارم. ببین نه اولین بار که آخه منو دید من اومدم برم نازش کنم بعد پام اشتباهی خورد بهش، بعد دیگه از اون بعد من بد نگاه می‌کرد کلا. ولی اینجوری بود که مثلا من میدیدمش و اینا کلا یه قیافه عجیب غریبی، ولی واقعا دیگه بچگیمون اینا رو اصلا یادم نمیاد. شما همه گربه پرسنید؟ بله. آره منم.
چه بوی خوبی بود. چه بوی سگی؟ تابستونی وات بوی چیزه. یه لحظه یه مکالمه جالبی اینجا چک کردم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی رو بچگی نباشه. آخه اولین بارها چه اولین باریه که تو بزرگسالیه؟ اولین باری که یه چیز گرون خریدی و اصلا به دردت نخورده. بعد از لپ آخ من یه چیزی رفت تو پاچم چند وقت پیش و اولین بار بود. ببین فکر میکنم اولین بار بود. چی خریدی؟ ببین یه چیزی خریدم تحت عنوان نخ دندون. حالا نخ دندونم نبود، خلال دندون طور بود. بعد یه چیز سیلیکونی بود که آفرین. نه نخلش وصل نیست. یه طرفش گرونه. یه چیزی شبیه متاهای دندون پزشکی. این متاها شدید چه شکلیه؟ همچین حالتی، مثلا نوکش تیزتره و گرون خریدی؟ فهمیدم چی رو داری میگی. خب و من رفتم نخ دندون بگیرم با توجه به اینکه دندونم این شونه‌های موژه میمونه برای موژه یا چیز استفاده میکنن خیلی بار. خب چون دارمش هنوز و من فکر کنم بدونم چه چیزی چرتی بود که نمیدونم. مثلا یارو واقعا بازاریابی و مارکتینگ اون پسره که اینو به من فروخت 10 از 10. یعنی یه جوری اینو کرد تو پاچه من که اصلا باورم نمیشه. فکر کنم 600,000 تومانی همچین چیزی. بعد به من گفتش که ببین اینو نسل جدید نخ دندون نمیدونم فلان نخ دندون دیگه قدیمی شده، اینو دیگه به درد نمیخوره، اینو سیلیکونیه، میدونی اینا مثلا چه استفاده، اینا خیلی با کلاسه، اینا اینجوریه، اینو تو آمریکا داره دریوری چرت و پرت همینجوری گفت. این همه گفت و یه بسته احتمالاً آخریش بوده و نمیدونم گول نمیخوره. عجیبه. آره نمیدونم خیلی کارش خوب بود واقعا. یعنی من اینجوری هم که گوه نخورونی که میخوامو بده برم. بعد ولی اینجوریه که ببین الان مثلا اینو ببین این فلان اینا همینجوری گفت اینا اینجوریه که باریکلا بده ببینم چی برم مثلا. خب بعد چجوری استفاده نمیشد؟ یعنی به درد نمیخورد؟ ببین به درد میدونی به درد کیا میخوره؟ اینه که فاصله دندوناشون خیلی زیاده از هم دیگه. حالا خیلی هم نه مثلا ولی فاصله داره دندوناشون از هم دیگه یه ذره. نه منی که مثلا دندونام همینجوری خیلی فکه به هم چسبیده است، اکثرا اینجوری ان دیگه و به درد اونا میخورد. تازه باز اونم به درد نمیخورد. یعنی کلا چیز چرتی بود. 600,000 تومان خیلی. آره چند سال پیش؟ 1 سال پیش. آره و خیلی واقعا تو پاچم رفت. آره یعنی چیزی بود که خیلی تو پاچم رفت. شده چیزی بخره آدم گریه کنه. آره واقعا فشار اومده. دوباره یادش افتاد. شما چیزی دارید؟ من فکر کنم مدت ها مثلا ساحل اینجوری که از اون داری استفاده می‌کنی اینجوری که آره مثلا یه مدت دیگه اینجوری که چرا رفتی از این جدیدا خریدی؟ این چیه؟ پس چرا داری این استفاده قبول داری کردن که اوکی. آره دیگه من بعد از اون ماجرای لوپلوپا که اون هم شاید جزو این دسته حساب بشه، یک بار دیگه هم شبیه بهش رو تکرار کردم. این دفعه چی بود؟ فکر میکنم همه ما این کار اشتباه تو بچگی کردیم که از کیف بابامون پول برداریم. تقریبا همه کردن. من یه مدت قفلی لیزر شده بودم. میدونم چی می‌خوای. و یادم نمیاد چقدر ولی یادمه چه تعداد. دوباره روشن شد خودش اتوماتیک. فکر کنم می‌خواستم. آره روی دمایی ست شده و روشن خاموش میشه. یادم نمیاد چقدر هزینه شد ولی تعدادش رو یادمه که یک جعبه کتونی پر من لیزر داشتم و همشون هم از یه نوع بودن، از اون بیسیک ترین نوعش. نمیدونم چرا اون گرونه رو نمی‌خریدم. چرا نیاز داشتی که اینقدر بخری؟ و بچه بودم همین بودم. دستت به کم نمیرفت کلا؟ قفلی میزدم روی چیزی و همه رو می‌خریدم. و یادمه که این جعبه کفش رو برای اینکه مامانم اینا تو خونه نبینن همه جا با خودم می‌بردم. مثلا میرفتم گیم نت، این جعبه هم با هم بود و توش پر لیزر بود. بچگی عجیبی داشتم الان که فکر میکنم. چرا؟ واقعا چرا؟ بعد چیکارشون کردی اینا رو؟ چون بیسیک ترین نوع لیزر بودن یکی یکی خراب میشدن دیگه طبیعتا و تعدادشون کم و کمتر میشد. ولی anyway اونم فهمیدم و آتیش هم زدن. اونم فهمیدم. دوباره بابا چی گفت توی اون صحنه؟ یادم نمیاد. چقدر ارزون. اوکی. این چیز گرونی که تو پاچم رفته باشه. اول که من لباسامو تقریبا همه رو آنلاین می‌خرم. بعد الانم که مثلا زیاد نمیتونم وایسم و اینا راه برم، پاساژ مساج اصلا نمیره. وای آنلاین می‌خرم. با چی شدی؟ می‌خوام این ویدیوتو نشون بگو. وای نه. بعد اونو بذار بعدا تو ادیت بیاد. تو ادیت هم نشون میدم الان بچه‌ها بعد ببینن. بعد اینطوری بود که لباس و اینا زیاد می‌خرم. مثلا تیشرت می‌خرم.
بعد مثلا ازم بزرگتره کوچیک‌تره. درازه. اگه کوچیک‌تر باشه میدم به بچه‌های کوچیک. خب اگه بزرگتر که معمولا نمیشه ولی اینجوری. بعد نه اونجوری نگاه نمی‌کنم. میتونم ببینم. آره بچه‌ها مسعود طی فکر کنم 1 ماه اخیر یه 2 هفته‌ای رو کلاً دراز خونه کشه. بود و آره داشت از خونه کار میکرد بعد دیسک به خاطر کمر. دیسک کمرش. این ویدیویی که الان دارید میبینید روی صفحه مسعود همین 1 ساعت پیش که اومده اینجا و دراز کشیده به خیال خودش. آره. و چون اینجا جدوله انگار بی خانمانه و نه اصلا اینش مهم نیست هوملسه. داداش تو مگه کمردرد این چه طرز این تو به اصل زودی دیسک گردنم میگیری. ما وحید رو داریم به عنوان دستفروش، مسعود رو داریم به عنوان بی خانمان که سرشو میذاره رو جدول. نقشای جدید هم تو دی-ال-سی بعدی نظام جدول خوابه. هیچ چیز بالشتی طوری نداریم. همون لحظه اومدم اونا رو گذاشتم زیر سرت. مال صندلی بود گفتم دفعه پیشم من اون یارای صندلی رو باز کردم بالش گذاشتم زیر سر. بعد آره یه خیلی درد لباس پس رفته تو پاچت. ببین لباس رفته تو پاچم. کنسول بازی هم اینجوری شده. خب چی بوده؟ ببین تیری دی اس هم که هنوز دارمش، البته خوب شد اونو ندادم برای. بعد تیری دی اس هم مثلا من اون موقع به قیمت یه تیری دی اس نوع ترتمیز خریدم و چون اولین کنسول دستی بود که می‌خریدم. آها. بعد الان اتفاقا فروشندهشو میشناسم کیو. ولی مثلا اینا بود که چقدر یادش میمونه ها رفته پیداش. 7 سال پیش 2017 خریدم. بعد خرید بعد آخه خیلی ببین خیلی تو ذوق آدم میخوره کنسول دستی و هیچ وقت دست دو سعی کنید نخرید. اگه میخرید قشنگ اینجوری وارثیش کنید. هرچند که من کنسول خونگی هم خریدم اینا دیگه شاهدشن که چه اتفاقی افتاد. بعد آره بعد تیر دی اس مثلا اینجوری بود که من شاید نداشتم دیگه. من تیر دی اس نداشتم. نه اون که به تو دادم تمیزشو کرد تو پاچه تو، یه نفر کرد تو پاچه خودش. نه اونم تو پاچه نبود. الان براتون اونم تمیز نبود. بچه‌ها تمیز بود. دروغ میگه آقا کاد دروغ میگه تمیز بود. خراب بود. هنوزم اونم فکر کنم یکی از چیزایی که تو پاچم رفته یه متال یه متال گیر سالید 4 بهش دادم. بعد برد گذاشت تو دستگاه گفت این مشکل داره. بازی مال 15 سال پیش. خب باشه کد تولد برای یه متال گیر 4 دیگه میخرم. من منتظرم هنوز. بچه‌ها آره. بعد دیگه من تیر دی اس خریدم بهشون نداشتم. اولین کنسول دستی بود که داشتم دست دو می‌خریدم و هیچ ایده هم نداشتم. کنسول نینتندو هم فکر کنم مثلا تا قبل از اون نداشتم. بعد دیگه یه سری چیزاشو نمی‌دونستم. قلمش فرق می‌کرد. هنوزم همونه. می‌خواستیم با امین بگیریم یارو تموم شد و موجودش. آره. بعد آنالوگش این پلاستیک روش از بین رفته و فعلا خط و خش داشت و اینا. بعد دیگه منم دیگه هنوز دارمش و الان تیر دی اس خیلی گرون شده. ولی خب چون چیزه نشونه یه چیزیه که من قبلا اینو همینجوری گرفتم و برام درس عبرت شده نگهش داشتم و بعد ردش نکردم. پی اس 3 هم خیلی جالب بود. پی اس 3 جدیده که گرفتم آوردیم اینجا وصلش کردیم با بچه‌ها. بعد روشنش کردیم یهو یه خاکی از توش اینجوری زد بیرون. خاک تربت. خب اینجوری ببین گوشون رو میز وحید یهو از کنار شکیبا یه اینجوری خاک رد شد. بعد من اینجوری دیدم که اوکی بعد گذاشتیم مثلا گادافور یه 2 هفته خونه خوابیده بودی بچه‌ها فکر کردن خاک گرفته. بعد ببین روشنش کردیم و کار میکرد سالم بود همه چی اینا اوکی. دل کبیر لوت. به خدا کبیر لوت بود. بعد من رفتم خونه دیدم که دیسک من همه چیشو تست کردم اوکی بود، دماش اوکی بود، صدای عجیب نمیداد. تو خونه دیسک گذاشتم توش و دیدم دیسک میره توش میچرخه نمیخونه دیسک رو. بعد گفتم اون درایوش مشکل داره مثلا خراب نرم افزاری و فلان و اینا. بعد زدم دیسک بیاد بیرون. اومد بیرون دیدم دیسک روش و زیرش خاک. بعد منم خیلی حساسم رو دیسک و فلان و اینا مثلا کالکشن بازی. بعد اینجوری دیدم که what the hell. بعد اولین رفتم یوتیوب how to open PS3 با PS3 پولومپم بود. بازش کردم با پیچ گوشتی و رفتم تو ماشین بابام پیچ گوشتی دادم بازش کردم و ببین توش باورتون نشه این قسمت رویی PS3 انقدر مثلا روش خاک بود و بالاش چسبیده بود. خیلی عجیب. کجا نگهش داشته؟ فکر کنم سر ساختمون استفاده می‌کرد. واقعا ساختمونم اونقدر خاک نبود. شما لب دریا بازی می‌کردید. خاک مدل مثلا خاک بیابون طوری آنچارتد 3 و بردم تو فضای بازی می‌کردم. از جنوب خریدی؟ تو خود فضا نمیدونم. بعد بردم ببین اون رویشو که پلاستیکی بود و بردم گرفتم زیر آب و اینا و بردم گذاشتم خشکه. وقتی برش داشتم هنوز یه لایه خاک بود. بعد درایوشو خودم درست درایوش انقدر توش خاکی رفته بود که کار نمی‌کرد و من فکر می‌کردم درایوش مشکل چیز داره و ببین 3-4 دور کامل درایوشو با دستمال و اینا پاک کردم با خاکی که ازش در آورده تونسته یه دونه PS3 با سفالی بسازه. بعدش نمونهشو اون بر
ولی این تو پاچم نرفت. اگر می‌خرید ولی این تو پاچم نرفت جدی، چون چیز بود، قیمت خوب خریده بودم. هنوز راضی و تمیزه، واقعا تمیزه. فکر نکن هر چقدر به قیمت خوب خریدی هم از پلم درش آوردی. مهم نیست. آخه می‌خواستم داشته باشم و همیشه استفادهش کنم. تمیزش کردی بیشتر تا نه ببین اصلا از نظر ظاهری ببینیش اصلا احساس نمی‌کنی که اصلا که این کنسول چون کار نکرده. با چند سالم بود قشنگ معلومه که چند ساله که روشن نشده که ما روشنش کردیم اینجوری خاک ازش همینجوری زد می‌بینی. ولی هیچ مشکلی نداره. فقط توش من نمیدونم چه جوری یار اون حجم خاکو کرده بود تو این. یعنی تو از عمدم نمیتونی انقدر خاکی وارد یه کنسول کنی اینجوری. من چیزی که کردم تو پاچم یه بار یه تبلت اندرویدی خیلی چیپ بود مثلا طرفای 10-11 سال پیش، مثلا اگر رنج قیمتیش مثلا 1,000,000 تومان بود مثلا با 50,000 تومان یه تبلت نو خریدم. من نمیدونم چی انتظارشم، 1 فریم بر ثانیه کار میکرد. از اینایی که قرآن پخش میکرد دکمه‌شو میزد اذان میگفت قفلشو باز میکردم بعد صبر میکردم. یه لحظه وایسا، چیزی در لحظه اتفاق نمیافتاد. قفل باز شد. آره و اونو یادم بردم دادم یه دونه 100,000 تومانی گرفت. اون 5 فریم بر ثانیه کار میکرد و دادم به مامانم باش کتاب بخونه و مامانم اینجوری بود که خدا لعنتت کنه میرسید به چند خط آخر میداد بالا و زمانی که میخوند میرفت بالا و لمش دستش اومده بود، میرسید به 3 خط پایین میداد 3 خط رو میخوند میرفت بالا و عالی بود این صحنه. بعدی رو تو برده رضا. اوکی بیچاره مامانه همیشه دیوایس خراب و این چیزامونو واقعا. خب رضا برداشت اولین چیه؟ چرا میخندی؟ چرا خندیدی؟ اولین باری که خواب بودی و رئیست ماشتو گرفته. اولین بار آخر چهارشنبه من اینجا خواب بودم، همین اومد بالا سرم. من همین الان ویدیوشو دیدم. همین الان این خواب بود. خواب نبودم واقعا، دراز کشیده بودم. این چیزی نیست که اولین بارشو بخوایم نام ببریم، یه روتینه و همیشه هست. اولین بارش رضا واقعا رو پای من خوابش برد. ویدیوش هم هست. آره و ویدیوش استوری کردم پارسال فکر کنم همین موقع. آره دقیقاً. واقعا رو پای من خوابش برد و انقدر خواب آرومی رو من مثل فرشته ها میخوابم واقعا. من واقعا مثل فرشته ها میخوابم. بله دلم نمیاد. اولین من تا بال سر کار نخوابیدم. من واقعا تا بال نخوابیدم. کوروش با مزه است وقتی که میخوابه چون همیشه میخوابه. کوروش چرت میزنه. کوروش یه رو 20 دقیقه چرت روزانه داره. بهترین چیزی که یادمه مثلا چند ماه پیش بود کوروش وقتی میخوابه این شکلی حساب کن. ببین رو مبل پایین. آره کوروش اینجوری یه بار رو مبل اینجوری خوابیده بود. بعد مانی اومد یه لحظه نگاش کرد، بعد منو دید، بعد یه لحظه تو این شرایط قرار گرفت که اگر به کوروش چیزی نگه جلوی من آیا بده، خواست بره چیزی به کوروش بگه و دید دلش نمیاد و اینجوری بود که اوکی خوابه. من اینجوری بودم هر روز خوابه دیگه، چرا الان داری اینجوری میکنی؟ خب سخت نگیر لطفا، اوکیه کاملا و رفتیم. آره کوروش با مزاست این قضیه. واسه ساعت 9 صبح اومد منو بلند کرد گفت پاشو زشته. بعد من بلند شدم هیچکی نبود تحلیل. پاشو زشته. بعد ناراحتم شده. می‌خواستم یه ویجیدان کلاس بگیرم. تو اینو میگی آقا هفته پیش یه ساعت همه ما رو معطل خودش کرده، دیر اومده میگیم آقا رضا بالاخره اومدی، میگه نه اوکیه. میگم هفته شما بعد. آره اولین واکنش رضا. نه نگفتیم دیر اومدی، گفتیم رضا جان شما داخل شلوارت رو نگاه کن ما رو پیدا میکنیم اون داخل یا نه. و رضا اینجوری که نه اوکیه و رفتم غذامو گرم کردم و این اصلا هیچ چیزی نبود. بگذاریم که 4 ساعت از تایم کاری و 1 ساعت از تایم جلسه گذشته و نگفت مثلا خب اوکی الان بریم جلسه، رفت غذاش هم گرم کرد و این فوق العاده بود. بده دست آقا ازش میگفتی. ولی ببین من بذار من توضیح دارم واسه یه مدت یه واسه وایسا تو کی 9 صبح اومدی که خواب نه بودی؟ آخه همین دلیل داره. شب قبلش اینجا بودی؟ شب قبلش من یه مدتی تایم خوابم خیلی به هم ریخته بود، مثلا 5 و 6 صبح میخوابیدم. بعد ویجی داک پلاس ما اولین ساعت روز میگیریم که ضبط داریم که برسه به دست ادیتور و اینا. بعد آره مثلا یه روزی بود که من نخوابیدم تو صبحشو، میدونستم بخوابم نمیتونم بلند شم و برسم به ویجی داک پلاس.
و 8 از خونه زدم بیرون صبحونه و همون موقع بود که من قفلی زده بودم به بچه گفته بودم هر کی دیر اومد ضبطشو نگیرین بذارید بعد من اومدم گرفتم تو سریع خوابیدم، هیچکی نبود، فقط من و مامای روحی بودم، اینجوری که هیچ کسی دیگه نبود. بعد من خواب بودم اینجوری بودم که اوکی خب الان بچه‌ها میان مثلا 10 اینا، بعد من بلند میشم. بعد ببین امین اول اومد، این یه دونه از این کشا بودن که چیزا دستی‌ها، یهو اینو کشید زد تق من بلند. بعد اومدم با من عکس گرفتم، عکسشو من بعداً دیدم همه اینا. فیلمشو داری؟ بعد یه ببین زمستونم بود، من با کاپشن خوابیده بودم، واقعا سرد بود. بعد یه جا رسید یهو دیدم که اومده قشنگ پادگانه، پاشو اینجا یه جای خوابه، تو باید اسبه و الگو باشی. من ساعت 9 صبح اینو میم گربه، من نیومدم بغلت کردم بوست کردم بیدار شدی، بعدش فکر کنم تو اومدی این کارو کردی. اینو تو بودی؟ آره بابا بعد اومد میگه اسبه باشید فلان باش. بعد من ببین خوابم میاد، بعد ویدیوش هستن، ویدیو ویژیلاک پلاسه. خب من فقط گرفتیم فرستادیم، بعد به علی امین گفتم چقدر معلومه که خوابم، بده ای آی من از خواب بیدار کنه، بیشتر خوابی تا اینکه بیدار باشی. بعد واقعا مثلا پشت دوربین فیلم بعدا اینجوری بود که مسعود خوبی مثلا، بعد یاسمین سر ضبط اومد من اینجوریام که ببین من چقدر باید خودمو چک بزنم که بیدار بمونم. آره مسعود وقتی خوابش بیاد دیگه ببین چی میشه، یعنی آخه نخوابیده بودم شب قبلش، بعد این اومد منو بیدار کرد، یعنی 3-4 بار وسط خواب منو بیدار کرد. مسئله اینه که مسعود خیلی درازه، دست و پاش واقعا درازه، بعد وقتی که میخوابه همین که لنگ و پشش دراز میشه، بعد دستاش هم خیلی دستاش هم همینجوری میذاره رو مثلا 3 تا میزو پر میکنه، بعد همینجوری خوابیده بود در حالی که یه فضای خیلی زیادی رو اشغال کرد. بچه‌ها تک به تک داشتن میومدن و با این صحنه روبرو میشدن، اینجوری بودن که پاشو خودی نشون بده اسلندرمنی اون گوشه. آره این گفتم پاشو خوربر یه گوشه بخواد چیه اینجوری. ولی این که واقعا همه بچه‌ها تو دفتر میخوابن انکار نشدنیه. من یه کالکشن کامل عکس و ویدیو از خوابیدن بچه‌ها دارم. وای از ویدیو مسیج های رایان رو داریم و میتونیم نشون بدیم. فکر نمی‌کنم داشته باشیم. پاک شده اون گروه. پاک شده؟ اون گروه پاک شد. یه بار یکی از بچه‌ها، این بهترین اتفاق غیر هماهنگ شده داخل دفتر تو طول تاریخه. رایان روی مبل خواب بود و یکی از بچه‌ها رضا شروع کرد. من اولین نفر گرفتم. رضا شروع کرد اول یه ویدیو مسیج فرستاد تو گروه دفتر که اول خودش بود، بعد گوشی میومد بالا رایان روی مبل خواب بود. بعد فکر کنم شیرین تکرارش کرد، بعد مریم تکرارش از زوایای مختلف این هر کس از جای خودش و رایان خودش میگفت من اولین بار بود که خوابیدم و واقعا درست بود. و رایان بعدم اینجوری خوابیده بود و تو ویدیو مسیج ها رو باز می‌کردی از زوایای مختلف، منم فرستادم همه آخرش خود رایان گوشی آورد بالا و گرفت که اول خواب بود، بعد گوشی رو می آورد بالا و این 6-7 ویدیو مسیج پشت سر هم بی‌نظیر بودن. آخرش یادش بود؟ نه همین نبود؟ یه دونه بود که ما داشتیم از دور میگرفتیم که رایان خوابه، بعد من اومدم لپ امینو بوس کردم. این کاملا خارج از اسکریپت، خیلی واجب نبود گفتن این قضیه. نه بعد 2 نفر میتونستی تعریف نکنی. دارید کم کم با فضای دفتر آشنا میشید که چه اتفاقاتی محبت موج میشه. چه خوابگاهه یا خوابگاه یا بیمارستانه، چون معمولا یا مریضید یا مصدومید یا تیمارستان. نه اون که همیشه هست، بیشتر بهداریه. آره قشنگ بهداریه، دارالمجانی فقط نمیبندیم کسی رو، یعنی آره دستا همه بازه. اگه میبستیم بهتر میشه. هنوز بعدی مسعوده. میشه عوضش کنیم؟ نه خوشم نمیاد. نه آقای محترم خب برو بعدی. خوشم نمیاد دیگه رفت دست مسعود و تو برسیم به چیزی که اولین باری که داوطلب شدی کاری رو انجام بدی ولی توش خیلی خوب نبودی یا دوستش نداشتی. داوطلب شدیم کاری رو انجام بدیم ولی توش خوب نبودیم. خب زمان خدمت من فکر کنم واضح ترینش همینه. من وقتی که معرفی شدم به یگان، پارتیم من رو انداخته بود جایی که مطمئن بودم از بابتش. اینو فکر کنم قبلا توضیح دادم، خیلی کوتاه میگم. پس منتها من روز اولی که رفتم و به یگان خودم رو معرفی کردم قسمت معاونت مهندسی بودم که کارتش معرف حضور همتون هست. 2 سال ما رو با بله و کارت معاونت مهندسی داشتم به عنوان یک سرباز که خیلی کارت خیابون راه میرفتیم مثلا اینجوری که بیرون کنار من کارت معاونت مهندسی انقدر تحقیر شدم چون اومدم چند بار ازش استفاده کنم و یارو اینجوری که داداش برو گم شو همونو لوله کن کارت تو. دقیقاً همین بوده. و
بعد من با یه کادری گرم گرفتم و باهاش گفتم و خندیدم و یارو اینجوری شد که این سرباز منه و من اینجوری شدم او این اصلا کی بود که من شدم سربازش و رفتم پیگیری کردم دیدم دژبان دم دره ساختمونه و من شدم نگهبان ساختمون و اینجوری بودم که وای چی کار کردی با خودت. بعد فرداش داشت یه کادری رد میشد، من اینجوری بودم بعد خودم رو نجات بدم. اومد یه لحظه نگاه کرد گفتش که کدوم یکی از شما کامپیوتر بلده؟ گفتم من. دستم انقدر سریع رفت بالا یارو یه لحظه جا خورد. بعد اینجوری بود که بلدی دیگه تا یه جاییشو حقیقتو گفتم. گفت کامپیوتر بلدی؟ گفتم آره. گفت ویندوز میتونی عوض کنی؟ گفتم آره. گفت فتوشاپ فلان بیسار؟ گفتم همه رو بلدم، کامپیوتر بلدم کامل. گفت شبکه چی؟ گفتم بلدم. و فکر کنم خاطراشو مفصل‌تر تعریف کردم که هیچ ایده‌ای از شبکه نداشتم و اولین روزی که مثلا منو میفرستاد اتاقای دیگه اینجوری بود که آره برو از تو شبکه بردار. بعد من اولین بار رفتم پایین و اینجوری بودم که به سربازشون گفتم که تو میدونی شبکه کجاست؟ گفت نمیدونی. گفتم که چرا؟ میخوام الان پیداش نمی‌کنم. گفت نمیدونی. گفتم که خب نه نمیخواد خودم پیداش میکنم. اوکی. گفت نمیدونی بیام بهت بگم. گفتم بیا بگو. گفت دروغ گفتی؟ گفتم آره. همون یارو بود؟ همونی بود که آورده بوده؟ نه یه سرباز دیگه بود. خواستم آخه نمیدونی تو باید به کی اعتماد کنی و به کی نه. جایی میکشن زیرت دیگه. آره دقیقاً. این اولین بارش بود. من خیلی چیز خاصی تو ذهنم نیومد جز یه خاطره بازم در دوران کودکی. اینم یکی از لطمه‌های دوران کودکی بود. بفرمایید. با مامان بزرگم یا بابا بزرگم یادم نیست رفته بودیم، اونا خیلی مسجد میرفتن، رفته بود منم بردم با خودشون و تایم اذان و اینا شد. بعد اینا قدیمیام دوست دارن هی مثلا نوه ها و ایناشون رو میکنن تو چش دیگران دیگه. بعد این آخونده فاز این گرفت که مثلا کی بلده وای داره به بد چی بهش میگن اینی که مکبر. آره اونی که موقع نماز خوندن یه چیزی میگه دیگه. همون گفت کی بلده گزارش میکنه. بنده خود با بزرگم بود فکر کنم اینجوری که پاشو پسرم پاشو. من اینجوری بودم که بلد نیستم. ببین دنده‌ای که مامان بزرگ با بزرگا بالا میدن. آره. من رفتم اونجا و اینجوری بودم که من خیلی خجالتی بودم. بچه که بودم فوق العاده خجالتی بودم. رفتم اونجا اینجوری بودم که الله اصلا ایده‌ای داشتی در مورد اینکه چی باید بگی؟ چی اصلا نمیدونستم. بعد اینجوری که برو کمکت میکنن، برو اونجا خودشون کمکت میکنن و یکی از شرم‌آورترین لحظات زندگیم بود که که میکروفون ازت گرفتن. اصلا یادم نمیاد و دوست ندارم بهش مغزت پاک کرده بود. اصلا دوست ندارم بهش فکر بکنم. من برعکس تو بچگی یه کاری هم بلد بودم نمیرفتم انجام بدم. یعنی بابا میگفت برو مثلا این کارا رو بکن تو بلدی. گفتم نه. خجالتی بچگی من احساس ناکافی بودن داشتم. من نیازه که صدای بابام بیاد. خب کی بلد نبودی و داوطلب شدی؟ من احساس میکنم من و بابای رضا میشیم با هم دیگه یعنی کنار هم ممکن رد شده باشیم. به من اون حس رو منتقل کرد. کلا پدر مادر ایرانی خیلی این حس ناکافی بودن زیاده. این بابای من که میگم به نمایندگی از کل جامعه پدر و مادرهای موهاتو درست کوتاه نکرد. تا مدت‌ها زنگ میزد به آرایشگر من میگفت حرفش گوش نده. انقدری که من میدم کوتاه کن. واقعا من یه چیزی بعد من تو نگاه آرایشگر میدیدم که زنگ زده بهش و اینجوری بودم که میدونم. من یه مکالمه بین رضا و بابا شاهدش بودم. ماشینی که گرفته بود بابات رفته بود ارتفاعشو داده بود بالا. آره من ماشینم ارتفاع داشت و خوابیده بود و رفته بود داده بود بالا، فنراشو عوض کرده بود. اینجوری بودم که چرا؟ رضا پشت تلفن اینجوری بود بابا من به خاطر همین گرفته بودم. برای چی دادیش بالا؟ دقیقاً از این کارا. و کوروش فرداش اومد بازخواستم کرد چرا آوردی بالا که بیا هنوزم درستش نکردی؟ نه دیگه خریده دیگه چیکارش کنم. وای بعد کوتاه بشه درسته دیگه تیکش بکنم. روش غیر اصولیش اینه که میبرم فنرو و اون ضرر داره. روش اصولیش اینه که فنر کوتاه بندازی که اصولیه. بابات یه کاری کرد که هزینه کنی تا بتونی بعدش حقوق خوب بدید من ان شاءالله. خب پس همین روند بابات ارتفاع رو میارم. نه قطعا اولویت اون نرمی سواری براش مهمه. احترام پدر تو برای ما اینقدر بالاست که هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم. مثلا به احترام باباش یه 5 تومن هم این ماه کمتر که دیگه اصلا بهش فکر نکنی. بدونی تو ماهای دیگه هم نمیتونی. ببین احترام مازلو خیلی چیز مهمیه دیگه. بعد یه حس نیازش به اون چیزای اساسی تر باشه دنبال کاملا. بعدش میری لپ لپ می‌خری لیزر
یه جعبه لیزر یه جعبه لیزر الان می‌بینی. بچه بودم واضحا مواد مصرف میکردم کاملا. چون از قفلی بودم بچه بودی مطمئنی الان بی ادامه سابقه است. تاثیر بد روی فعلیت نذاشته. جا داره درسته؟ اشاره بکنیم که این جا کفشی که آقا رضا بغل می‌کرده هیچ ارتباطی آیا به جا ایستر اگ کفشی داره؟ نه متاسفانه نداره. اینو قطعاً من اینو یه چیزی راجع به این قطعاً. داوطلبی بگم. من یه بار بچه که بودم کلا 2 تا درسم خیلی خوب بود، ادبیات و فارسی و اینا. زبان فارسی و ادبیات جدا بودن با این زبان انگلیسی. بعد بخوانیم بنویسیم سر نه تو اون دبیرستان ابتدایی و اینا دیگه. آها. تو دبیرستان و اینا بعد مثلا ادبیات هم اینطوری بود که یکی از معلمایی که داشتیم یه بار برگه های کلاس رو که امتحان گرفته بود داد من ببرم خونه صحیح کنم و من اینجوری بودم که از زیر تیغ همه رو گذروندم و به درستی این کار انجام دادی؟ بعضیاش نه. خب ولی با شناختی که از خودم دارم نه، من همیشه قرض ورزی بازم اولین باریه که مسعود این قضیه رو پذیرفت و آره اعتراف واقعا کرد. درسته. نه ولی خب یارو اشتباه نه، واقعا. می‌کنه. ما که میدونیم بعد یکی از این خیلی قول‌ها تلاش کردیم اینو به اثبات آره بعد کنیم یکی از این قول نه خب تو همه موارد اینطوری نیست، در اکثر موارد بعضی موارد 99 یکی این قول‌دارای کلاس که خیلی تو مخم بود یا اینجوری بود که برگه‌ها رو پخش کردن و اینا، بعد یه اینجوری برگشت بود بالا چرا به من فلان نمره، بعد واقعا مثلا طرف اینجوری که یه اشتباهی داشت که خیلی قابل گذر بود ولی من اون ازش نمره رو کم کردم چون پسر خیلی تو مخم. بعد اونجا بود که ولی معلمه هیچی بهم نگفت، یعنی مثلا اینجوری نگفت که گند زده باشم فلان و اینا، به هر حال کار رو واسش انجام در آوردی. I got the job done. مرسی. من چیزی ندارم واقعا تو این زمینه، یعنی هر چقدر فکر میکنم یادم نمیاد. اسکیپ کاری رو اصلا به صورت من داوطلبی انجام همین بوده. من هیچ وقت واقعا اعتماد به نفس کار داوطلبی رو نداشتم و همیشه تا مجبور نمیشدم کاری رو انجام نمیدادم. هیچ وقت یادم نمیاد که داوطلب بوده باشم جایی. اوکی. بده من ظرف. میخوای از این ور آره برو. آره نه. اوکی. اولین باری که ویدیو خیلی بالا گرفت. اوه نیست. تو که صدا و سیما بودی. اونو حساب نکنیم حساب کنیم. نه اونو حساب نکنیم. ویجیاتور حساب کنیم. ویجیاتور حساب کنیم. از ویجیاتور ویو بالا یعنی چقدر؟ نسبت به زمان خودش مثلا ترکون توجه زیادی گرفته باشه، نه حالا عدد ویو. من میدونم آره تو چیه. مال من واضحا میدونید چیه. ویدیوهای فورزا هورایزن که تو توییتر همه شروع کرد یه بار دیگه حساب همه ایمپرشن فضای مجازی رو گرفت. آره راست میگی. و تو بگو پس. یادم تو چنل‌های تلگرام حالا اوکی من ویدیویی ساختم فکر کنم هنوزم هست چنل که اومدم و نقدی داشتم برای اینکه چرا فورزا هورایزن بده و این رو مثلا بعد از n ساعت بازی کردن نسخه‌های مختلف و ست کردنشون و جویدنشون و فلان و اینا ساختم و اومده بودم بعد از این مدت نکته‌های بدش رو گفته بودم و حقم داشتم، یعنی فکر کنم تنها فردی بودم که حق داشتم بدی اون بازی رو بگم و کامیونیتی اومدم و این ویدیو رو دیدم و شانس من این ویدیو ترکید. تو توییتر من میرفتم 10 تا منشن طی 1 ساعت فوش و فوش به خودم و مجموعه شما هم فوش خوردید. بله. بعد میرفتم تو مثلا تلگرامم میدیدم رفیقام ویدیو فرستادم برام از چنل‌های گیمینگ کوچیک‌تر که آره بیاید شاهکار ایشونو بگیرید که آقا اومده گوزی کرده و ببین اونی که باید سانسور میکردی همونی گنده رو باید میگفتی. نه گنده نگفتم. از بین بد و بدتر اون یکی درست متوجه شد. آره و تا مدت ها من درگیر این بودم که خب الان من چیکار کنم، آیا باید دمیج کنترل کنم یا بعدیشو بسازم. بعد تموم شد دیگه، به خودی خود تموم شد رفت کارش. آره این زمانیه که بد پیش میره. آخه بد پیش نرفت، اون ویدیو درست بود. نه حالا یه خود حالا اسپاتلایتی که میگیره. آره یه خورده یه ذره اونقدر مطمئن نیستیم ولی تو بگو. قسمت دومش من بر خودم نمیدونم چقدرشو میتونم بگم. یعنی چی؟ آخه یه نکته خیلی خنده‌دار داره ولی باعث دراما میشه. آیا ویدیو گیمیه یا اون انگری برز داستانشو یادتونه؟ آره اون یه ذره چیز داره، دراما داره ولی خب احتمالاً اسکیپ. آها درامایی که میگفتن تو از یکی کپی شده. آها متوجه شدم. آره میتونیم اون قسمتشو نگیم. از یکی از کانالایی که خب فقط کانتنت نه حتی تامنیل هم خودش کپیه. وایس ورد اف فکتس. آره خب یعنی
نه اوکی کاملا، یعنی من فکر می‌کنم خود اون فرد هم حتی پذیرفته و چون چه سال‌های گذشته انقدر جاهای مختلف بهش اشاره کردن و خب داره خودش ادامه میده دیگه. اوکی ایرادی هم نداره، یعنی اونم به هر حال یه بخشی از کارش هم داره، یه کاری فارسی سازیه دیگه، حالا داره فارسی میکنه ویدیو، حالا اگر تغییر میده بعضیا رو شاید نده، ولی اگه ایراد داشت که خب یوتیوب حذفش می‌کرد. آره دیگه نمیذاش یوتیوب ازش درآمدی کسب بکنه. اونم به هر حال ایرادی من نمیبینم. من بگم این پروسش خیلی جالبه. همین کانال ویجیاتو، این ویدیویی که من خواستم بسازم قبل از این بود که سینا بره خدمت. بعد من اومد یه ایده داد، گفت ببین تو کلا خوب عصبانی میشی. خب اصلا این داستان این رایزن فال از اونجا شکل گرفت. گفت ببین تو خیلی خوب قاطی میکنی و فلان و اینا. مثلا راجع به یوبیسافت یه ویدیو ساخته بودیم، من عصبانی بودم، گفتم این ریدن فلان. بعد گفت بیا یه ویدیو بساز مثلا چه بلایی سر انگری برز. بعد اینو گفت رفت و من یه ماه بعدش وقتی که اون آموزشی بود این ویدیو رو ساختم و ویدیو یهو ترکید. یک ماه طول کشید تا به حرف اون بنده خدا. نه به این بخاطر این نبود. بعد این ایده هم خیلی جالبه که انگری یه پرنده انگری برز داشت میرفت تو سطل آشغال. بعد دیگه مثلا کلی فکر کردم فلان، اینو ویدیو اومد بالا، بعد دیدم من همینجوری داره ویو میگیره و اون موقع مثلا تاپ کانال یه ویدیو بود که امین راجع به چیز داشت، ماینکرافت داشت، این انگری برز مثلا شده بود دوم کانال. آره. بعد یه جا به بعد من تو پروسه ادیتش برای ادیتورش یه دونه ویدیو فرستادم. بعد داستان همونه دیگه، داستان به رفتن انگری برز اینه که آقا اینا یه شرکتی بودن تو سوئد، روویو فنلاند. آره روویو مثلا اینجوری بوده که بالا یه اتفاقاتی براشون افتاده و فلان. من یه دونه ویدیوی منبع فرستادم برای ادیتورمون، گفتم ببین اینو برای دنبال کردن تایملاین ویدیو و مثلا اسم ها و اینا از این استفاده کن. برای ادیتورمون از اون ویدیو استفاده کرد تو ادیت. خب و در ویدیو دیگه هم خیلی استفاده نکرد، مثلا یه سری جا. بعد ویدیو که اومد بود بالا، اون کانال هم از این قبلا استفاده کرده بود، همین ویدیو که من فرستادم. بعد تو کامنت ها میگفتن چرا رفتین از این کپی کردین؟ و من اینجوریام که are you sure؟ یعنی مثلا داستان از یه جای دیگه است. بعد هنوز هم این اتفاقا بعضی وقتا میفته، مثلا تو یه سوژه کاملا همینجوری مثلا خیلی چیزیه که هر کسی میتونه راجبش بسازه. آره بابا اصلا سخت نگیرید. من چرا انقدر مثلا حالا یه چیزی رو اینجا ببینی بعد بری تو اینو اسکی کردی، بابا اصلا کلا که ایده جدیدی توی یوتیوب واقعا وجود نداره، یعنی نگردید دنبالش. اگرم کسی ادعاشو میکنه واقعا از جاییه که شما نمیدونید. ولی آره واقعا نیست، یعنی همه دارن الهام میگیرن، همه دیدن یه چیز رو اومدن بازسازیش میکنن و خوبه. خب آره چرا اگه کپی پیست کامل بکنی اونا دیگه حالا یه بحث جداگانه. آره یه سری مباحثی وجود داشت که عملاً ثانیه به ثانیه ویدیو یکسان بود و حتی میم ادیتور اون فرد هم پوتکو دارم میگم دیگه، حالا خودتون دیگه در جریانش هست. مثلا کلهش رو خودش گذاشته بود جای کله اون کسی که تو ویدیو خودش کلهشو گذاشته بود روی اون و این اینجوری بود که دیگه خیلی دیگه 90% ویدیو ببین حالا میتونی حتی مثلا با توجه به قوانین گوگل و یوتیوب و اینا باز این که درست باشه نباشه دیگه به پلتفرم بستگی داره. ولی اینکه چی دیگه مثلا از یه حدی بیشتر الهام گرفتن دیگه میشه دزدی کامل یا مثلا کلا دیگه کپی پیست کامل. یعنی که نه واقعا خب تو از 4 تا سورس استفاده بکنی یه ویدیو بسازی، نه خیلی مباحث متفاوتیه. همونه یعنی تو آره یا مثلا به هر حال روایتت مهمه دیگه، مثلا یه کسی با روایت تو گوش میده، یه کسی با روایت اون یکی دیگه و واقعا هر کی زحمتی میکشه دمش گرم. خیلی سخت نگیرین. نه وارد نشدی، وارد اون بحث نشد دیگه، وارد اون بحث نه دیگه، الان عصبانی میشه. تو بگو تو کدوم ویدیو تو میگی؟ اپیزود 1 ماینکرافت. اون موقع چقدر ویو خورد؟ نه اپیزود 1 ماینکرافت اتفاقا من یه سری ویدیو قبلش مثلا تا نکته‌ای که در مورد فلان نمیدونید اونا ترکیدن که بعدش ما تصمیم گرفتیم بریم ماینکرافت رو بسازیم. ولی من اگر بخوام جای خودم و محسن یه دونه رو بگم، یعنی جواب بدم جای ما دو نفر، فکر کنم دد جوکس رو بگیم. دد جوکس که خیلی اخیره، یعنی خیلی انفجاری و بزرگ بود. ولی من بخوام یه خود عقب‌تر برم، 5 سال پیش واسه آبان 98 من یه ویدیو درست کردم قطعی اینترنت و تاثیر اون. راجع به تاثیرات قطعی اینترنت روی کلا بازی سازی توی ایران گفتم و یه گزارش تحقیقی خیلی خوب بود با خیلی از آدمایی که توی این حوزه فعال بودن صحبت کردم و اون موقع خب خیلی تجربه اجرا و اینا بیشتر همون صدا و سیمایی فرم چیزی بود، انقدر راحت نبود. گزارش هم خیلی گزارش رسمی بود و گزارش خیلی ترکون، یعنی جاهای مختلف هم کمک کردن که دیده بشه و اثرگذاریش رو خیلی دوست داشتم، اینکه شنیده شد که آقا هر تصمیمی بدون تبعات نیست وقتی همچین کاری میکنی و واقعا هم دیدیم بعدش طی این 5 سال اخیر دیدیم که چه موج عظیمی از بازیسازا رفتن و اون موقع توی ایران خیلی بازیساز فعال وجود داشت که داشتن کارهای خوب میکردن
الان متاسفانه خب خیلیشون نیستن به واسطه همین شرایط که حالا بگذاریم. آره و دد جوکس هم که دیگه داستانش فکر کنم بارها دیگه. گفتیم. آره اونم خیلی جالب بود. بده محسن. آقا بس آقا محسن بفرم. گوشیت داره زنگ میخوره. بله. اولین باری که تا صبح بیدار موندی؟ فان فکت. آها دارم. من یک بار تو زندگیم این اتفاق افتاده فقط. واقعا آره میگیری میخوابی؟ من همیشه حتی اگر شده 1 ساعت 2 ساعت شبای امتحان شده خوابیدم و چه سوالی میگیریم جدی واضحا خیلی عجیبه شب میخوابم. ببخشید شبا میخوابی؟ شب میخوابی چقدر ضعیف. واقعا یک شب جدی فقط یه شب؟ آره خیلی و عجیبه. گیم آف نه 2 شب اولین گیم آواردزی که تو دفتر ستخندان ویجیاتو داشتیم من دوباره تا صبح بیدار بودم. اون 2018. اولیه آقا گیم آواز 2018 امسال همین بود دیگه. که و گیم من می‌خواستم کشیدم. آره تو گاد آف وار گیم آف دی ایر شد تو پاشدی تلویزیون از برق کشیدی و دومیش گیم آف دی ایر پارسال که تا صبح داشتیم استریم می‌کردیم. تلویزیون از برق. نه واقعا هممون یک خیلی نفر توی حرصم دفتر بود که طرفدار این بود که گاد آف وار گیم آف دی من ایر اون موقع تو بشه. دفترتون نبودم دیگه. خدا رو شکر. قطعاً چیزتون. گاهی برق تو رو می‌کشید. اونی که از پریز کشیدیم و میدونستیم کجا بزنیم. میشه لطفاً این کارو بکن. من اولین باری که بیدار موندم فکر کنم خاطرش هم گفتیم قبلا، فکر میکنم این اولین بار بود که با نیما یه شب تا صبح بیدار بودیم و 2 بازی کردیم. آها اولین بارایی بوده که 2 براتون باز میشه چیزش؟ نه 2 رو داشتیم مثلا یه سالی اوکی. بود داشتیم 2 بازی میکردیم. این اولین باری بود که من فکر کنم تا صبح واقعا بیدار موندم، چون همیشه مثلا میشد تا 4 صبح 5 صبح بیدار بمونی ولی مثلا بعدش بخوابی. این سری بیدار موندم و رضا تا الان 3-4 تا ببین دهندره بهترین لفظ برای توصیف بخواب. کاریه که تو اونجا داری انجام میدی. صدا هم داره. من بیشتر دارم صدای مالیده شدن کاپشن اون کیه به دیوار رو دارم از این سم پیوسته دارم اونو میشنوم. و مرسی که بخواب بیدار میکنی. رسیدیم بیدار میکنی. و یکی از واقعا لژندری ترین گیمینگ نایت هامون بود. چند تا مچ خیلی هی از این مچایی هم که دیدی هی میبازی یه دست دیگه برم اینو ببرم بعد بخوابم یه دست دیگه هی همینجوری. خب تا چند بیدار موندید؟ خب بعدش خوابیدین که؟ نه دیگه بعدش رفتیم دانشگاه. داره مثل وای میشه. بعد 6 صبح اینا بود دیگه با هم قرار گذاشتیم گفتیم دیگه نخوابیم دیگه بعد بریم دانشگاه. اون موقع من 7 صبح کلاس داشتم، اونم همون تایم حدوداً کلاس داشت. دانشگاه هم تقریبا توی مسیر اون میرفت میرداماد من میمدم قیطریه دیگه. ما اومدیم سوار مترو شدیم و اومدیم هم تو مسیرم کلا داشتیم تحلیل می‌کردیم. آره اونجا تحلیل مچ 2 این کارو کرد اون این کارو کرد و آره یادم مونده و فکر کنم یه بار تعریف کرده بودیم با نیما هم اول گپ تایم. آره تو چی؟ تو که هر شب بیداری؟ اینا که هر شب کلا بیدارن. تو که هر شب بیداری؟ تو که هر نایت شب رانری. آره ولی هر شب بیداری فرق میکنه، کانسپت متفاوتیه. ببین تو دیر بخوابی خیلی فرق میکنه با اینکه اصلا نخوابی. و من زیاد داشتم نخوابیدن زیاد داشتم، ولی یه کانسپتی وجود داره در مورد اینکه شبا نخوابی. اونم اینه که یا اون شب انقدر ناراحتی که نخوابیدی یا انقدر خوشحالی که نخوابیدی. نمیدونم بچه بودید تجربه کردید یا نه، شبای مسافرت رفتنه واقعا خوابتون نمیبره انقدر شوق و ذوق دارید. من همیشه خوابیدم. صبح زود را بیافتید 20 ساعت اینا ذوق و شوق چی میخوابی دیگه؟ بچه‌ها معمولا این شوق و ذوق رو دارن که شب مسافرت سخت خوابشون میبره و همش اینجوریان که صبح شه بریم. اینو من بین خیلی‌ها دیدم و عادیه. تو قسمت کامنت‌ها بنویسید. و طبیعتا اینو زیاد داشتم. از انسان خارج شدی این مسئله، چون من حتی شب اول مدرسه هم همینجوری استرس میگیری آدم خوابش. من وقتی هم ناراحتم میخوابم، چون یعنی زمانی که هر چیزی که از بالانس خارجم کنه خواب نتیجه در نظر نگیر، برگرد به بچگیت. اون موقع میخوابیدم. الان مثلا همینه که سر کار نمیخوابی چون خوشحالی. شاید. ولی اولین باری که الان بیشتر نمیخوابم شب. ولی اولین باری که بیدار موندم احتمالاً طبق چیزایی که یادمه ما هممون در خانواده‌های مذهبی چشم به دنیا گشودیم دیگه فکر می‌کنم. و شبای احیا که مثلا مامان بابام بیدار میموندن و اینا، منم طبیعتاً بچه دیدی دلش نمیخواد بخوابه و اونم بیدار میمونه و شب براش جالبه. بنز میشستم گیم میزدم و منم بیدار میموندم. اگه میرفتم بیرون باشون میرفتم، اگه خونه بودم باشون میموندم و یادم بیدار میموندم، مگر اینکه مثلا همون 5-6 صبح بخوام بخوابم.
مذهبی بودن فقط همین خانواده‌اش به من رسید که اونم دیگه از یه تایمی به بعد آره دیگه. ولی میشستم گیم میزدم، خیلی حال میداد، چون فرداش هم مثلا ساعت 9:30 صبح 10 صبح بعد میرفتیم مدرسه دیرتر باز میشد و خیلی حال میداد. معمولا تو دوران بچگی وقتایی که خیلی خوشحالی شب نمیخوابی، تو دوران بزرگسالی وقتایی که ناراحتی شب نمیخوابی. تغییر جالبی الان بهش رسیدم. خیلی باید ناراحت باشی که آره منم میخوابم مثل سگ میخوابم، واقعا مثل سگ به هم میخوابم. بریزه اینجوری میشم. بحث ناراحتی هم نیست، بحث مشغول بودن، بحث مشغول بودن ذهن. قبول دارم. و همینه فکر میکنم. اولین بارش کی بوده؟ گفتم احتمالاً برمیگرده به یکی از شبای احیایی که کوچولو بودم، مثلا 2-3 سالم بوده احتمالاً. چیز دیگه ای تو ذهنم نمیاد. برگردیم 2 سالگی تو چجوری یادته؟ بیشتر نه دارم حدس میزنم چون یادمه که بیدار میموندم، شاید هم 3-4 سالگی مثلا، ولی جلوترش قطعاً چند بارش یادمه که شبای مسافرت خیلی خوابم نمیبرد، چون مثلا فردا صبحش می‌خواستیم با پسر خالم بریم مسافرت و این داستانا همه هستن، اینجوری بودم که زودتر صبح بشه و اینطور چیزا بوده معمولا. آخرینش هم که هفته پیش بود که با هم بودیم رفتیم. بله بسیار. شمال خیلی هم حال داد واقعا. فوتیجش اینجا پخش شه لطفا. مثلا تو چی؟ الان گفتی اصلا شمال یادم یه بار همین چند سال پیش بود رفتیم شمال، مثلا 5:30 صبح بستنی خوردیم کنار راه و اون یادم موند. گیفش هم هست اگه بخوایم. ولی به جز اون یادم شبی که واقعا یادمه که نخوابیدم تا صبح و تو ذهنم مونده، حالا اولین بار نبود ولی اولین شب بود که چیز دیدم. اولین بار بود که ایلین 1 رو دیدم و ریدلی اسکات. نخوابیدی؟ نه قشنگ گوشم که تو همون تایم ببینم و نمیدونم چرا این کارو کردم و نمیدونم چجوری تا تهش دیدم و واقعا اون فیلم تبدیل شد به یکی از فیلمایی که خیلی دوست داشتم. خیلی فیلم واقعا اصلا یه فیلمیه که همین الانم که ببینی بعد 40 خورده سال 42 سال شده. اصلا مثلا با استار وارز تو یه تایم اومده اپیزود 4، ولی این چقدر خوب ایج کرده، اونقدر خوب ایج کرده. ما ایلین رو داشتیم، اونور پردیتور رو داشتیم، بعد یه زمان این دوتا رسیدن به هم دیگه با هم دیگه. آره و اینجا و اونجا. ولی آره فیلم به اندازه هایپش چیز نبود. حتی خود ایلین هم فقط یکش خیلی خفن بود. ببین دوش هم توی کدومشون چیز بازی سیلوستر استالونه بازی می‌کرد؟ توی پردیتور بود یا اصلا آرنولد؟ ایلین نبود، پردیتور بود فقط. فقط پردیتور بود که نامرئی میشد. آره سیلوستر پردیتور بود. آره ایلین نمیتونه. آره پس اون شب از ترس نخوابیدی؟ نه ببین فیلم آره هیجان زیاد، بعد قشنگ ببین نه باشه نه آره اصلا داشتم میدیدم قشنگ هوا که روشن شد من کینه بدل بگیر از چی واقعا کینه شوتوری که میگن خود مسعود. چرا یادت میمونه مثلا 8 سال بعد یهو میذاری رو میز دقیقاً یه جا میبینیم چرخان ماشین نیست. من حتی دفترم من مینویسم و اینا رو نمینویسم، اون چیزای دیگه تو دفترم مینویسم یه سری ایونت های مختلف. میشه دفترتو بیاری ببینیم؟ بعد درفتای توییترم هم اونا رو دیگه واردش نمیشه. اونا کسی نباید ببینه. اونا که میبینیم کافیه واقعا. بله بعدی آقا اونا از اون مرحله رد میشن، اونا از اون مرحله استاندارد رد میشن. قشنگ بود رضا. نه آخه موافقم با 90% توییتش. رضا 5 فریم بر ثانیه بهت جواب دادی. دار که اسلوموشن. آقا این سوال جالبیه. اولین باری که سعی کردی از چیزی کلکسیون درست کنی، طوری که میدونیم طوری که میدونیم تو را میدونی چیز داشتم. نه من الان کلکسیون گیم دارم، ولی بچه بودم کلکسیون چیز داشتم، این پوسترهای کشتی کج داشتم. منم داشتم. بعد سر این به چیز رفتم داشتم به میافتم، یعنی مامانم فهمید بعد اینجوری بود که این مردهای لخت کیان روی دیوار اتاقت. بهترین تعریف برای کشتی کج. بعد ببین اومد بعد گفتی دوست داشتی مردهای لخت هیکلی ری میستریو و باتیستا. تو اگه پسر نیستی اشاره عکس مرد لخت زدی به دیوارت. یه چیز اینجا درست نیست. بعد من مثلا پوستر و اینا خیلی دوست داشتم، مثلا این مدت این پوستر. بعد مامانش در اون لحظه بوده که اونجا فهمیده پسر ما همینجوری از تو پشتیبانی می‌کنیم و هیچ. ولی پوسترها رو خوب شد یادم انداختی. خب آره پوستر و اینو بعد من پوسترها رو چیز می‌کردم، میرفتم مثلا با دوستام جابجا می‌کردم تو مدرسه. بعد مامانم یه اومد مدرسه و گفتش که آره اینا دارم تو مدرسه‌تون خرید و فروش می‌کنم. چرا جلو شدین؟ بعد مامانم منم کلا اینجوری که پیاز داغ اضافه می‌کنه به همه چیز. برای اینکه من و آره این کارو اومد کرد و نازم بعد نازم اومد گفت اونایی که تو چیز بعد اصلا قشنگ میدونستم منو داره میگه، حتی کارتلش هم نمیشناختن لزوما، فقط میدونستن یه سرکرده داره. نه میدونستن که منم
من فقط تو بودی. منم میدونستم که اون منو داره میگه. خودش. اومد سر کلاس و آره این مدل‌ها هست که محسن میاد میگه که آقا مثلا تو میدونی کیو داره میگه ولی میاد به همه میگه. اونی که پلی استیشن رو انداخته نمیگم کیه ولی میدونم اومد سر کلاس من خجالت آب معلومه. بله. ولی این پوستری که گفت منم یه زمانی سنگین پوستر ماشین کالکت میکردم، خیلی پیگیرانه و از یک خیلی نوع. کلکسیونه. من مجله ماشین و پوستر ماشین، من پوستر فوتبالیست دیگه. آره خب. بعد یادم سر همین من هر هفته اون زمانی که دنیای خودرو یه مدت ماهنامه بود، بعد مثلا 15-16 سالگیم به بعد شد هفته نامه و بعد روزنامه شد. اینا رو من تو هر کدومش توی صفحش فول سایز یه دونه اون وسطش پوستر بود. من به مدت چندین سال این پوسترها رو جمع کرده بودم و تک تک شماره هاشون رو توی جعبه نگه داشته بودم تا فکر میکنم 3 سال یا 4 سال پیش که رفتم تو انباری دیدمش. من دیدی چه حسی داره وقتی میری بالا سرش، جوری که این کل بچگی منه و نمیدونستم باهاشون چی کار کنم چون نگهداریشون هم خیلی سخت بود. کاغذهای نازک گلاسه بود و همه رو آتیش زدم. نه دادمش به یه پسر بچه‌ای که اونم خیلی عشق ماشین بود. کار قشنگی کرد. پسر دوست بابام بود. کار قشنگی کرد. دادمش به اون گفتم ازش لطفا مراقبت کن. این بهترین کاره. خیلی دوستش دارم. این واقعا بهترین کاره. خود پوسترها بودن و مجله هاشون هم کنارش بودن. لطفی نمی‌کنم. میخوای برو بخر خود. نه شوخی می‌کنم. نه خیلی ولی شوخی نمی‌کنم. همه رو ریخت دور مادرت. من از یه چیزی که شانس آوردم که مامان بابا هیچ وقت این کار نکرد چون میدونستم من چه آدم واویلایی هستم. جدی دارم میگم. مثلا الان دوست مثلا 20 و چند سالم میگه من مجله‌امو ریختم دور. من اینجوریم که ببین من از هر نسخه بازی‌نما مثلا 3 تا دارم و نمیذارم دست بهش کسی نمیزنه. یه سری خیلی ارزشمند داره. آره مثلا اینجوریم که نه. منم چون اولین کلکسیونی که داشتم اون اشاره کردید یادش افتادم مجلات بازی‌نما و پوسترهای بینش بود. یعنی از یک شماره‌ای تا جایی که دیگه می اومد همه رو داشتم و خریدم. به سال میرسید داشتم. آره فکر کنم نزدیک 3-4 سال من داشتم. منم همین بودم. منم فکر می‌کنم شاید بیشتر حتی. برای هر سه تاشون رو دارم. همین مجله ماشین رو دارم. اسمش نمیدونم چی بود. دنیای خودرو مجله ماشین رو دارم. یه سری این چیزام دارم. این چیه؟ همشهری داستان. اونم خیلی باحال بود. دوچرخه؟ نه داستان. یه دونه چیزش ماهنامه داستان داشت که توش داستان یادم نیست من اینا. داستان کوتاه و اینا چاپ می‌کرد. اونم خیلی باحال بود. گلاغا رو نمیگی؟ نه همون همشهری داستان. همشهری بود. اون دوچرخه و اینا همشون یه سری دیگه بودن. من فکر کنم اولین چیزی که کلکسیون دیجیتال هم محسوب میشه دیگه کلکسیونه دیگه. آره. استیم بود که توی استیم داشتم باش تازه آشنا شده بودم و اولین چیزی هم که خریدم یه پک بازیای ایت سافتور بود که دوم و کوک و ولفنشتاین و اینا رو ساخته و یادم اونو سال 89 یادم نیست دلار 900 تومن 1000 تومن این حدودا بود و من یه پکیج $60 خریدم که شامل همه بازی‌های این شرکت بود تا اون موقع و شد دارم مثلا 60,000 تومن مثلا 57,000 تومن همین چیزی و اون موقع مثلا من اون موقع تازه شروع کرده بودم نوشتن بابت هر صفحه‌ای که می‌نوشتم فکر کنم 25,000 تومن یا 30,000 تومن بابت هر صفحه می‌گرفتم و مثلا با حقوق 2 تا صفحه‌ای که نوشته بودم اینو خریدم و الان خیلی اشکی در بیاره که میدونی با 60,000 تومن معادل $60 رفتی اونا رو خریدی و اینجوری که 60,000 تومن زمانی معادل $60 بود. الان میشه زمانی که ما خیلی الان میشه 3,600 کمتر از $1. آره دیگه نه $60 رو خواستم چیز کنم ولی اونی هم که شما میگید درسته. 60,000 تومن میشه الان تقریبا 90 سنت میشه. آره به نوبه خودش جالبه و این زمانی نیست که مثلا بگیم خیلی دورا. نه همین 10 سال پیش داریم صحبت می‌کنیم. آخرین سوال هم بریم و آخرین سوال ما میشه زیاده ولی آره. یکیشون خیلی 2 تا دیگه وقت داریم. خب 2 تا دیگه میریم. من یکی این سوالا رو دادم خیلی خوب بود. آقا این خیلی سوال جالبیه. اولین باری که سعی کردی کراشت رو تحت تاثیر قرار بدی و ضایع شدی. همینو می‌خواستی تو؟ اون ضایع شدینش و ضایع شدی. اوکی.
و ضایع شدی. من معمولا کراشام منو تحت تاثیر قرار میده. خفه شو شات اپ. بعدن میرینم بهت. خب الان دارم به جوابم فکر میکنم. نه فقط خواستم بدونی که یاره تو برینه. اول کراش خواستی تحت تاثیر قرار بدی و ضایع شدی. الان همه میرن کراش بچگیشون. داره دیگه چه انتظاری داری؟ خب چرا چیزی یادم نمیاد. منم همینطور. من هیچ وقت واقعا سعی نکردم کسی رو تحت تاثیر قرار بدم. تو بابات هم نتونستی. ناامید شد ازم. گفتم بعدن میرینم. بعد مثلا برای برهه‌ای که دیگه برای برهه‌ای که اینجا افتاده و عادی شده اینجایی که پسر ضعیفم چطوره. یه مدتی توی گپ تایم ها نتونسته بودم بچه‌ها رو بولی کنم و الان اینو نقطه تنهاییه که از اینا بیشتر ضبط می‌کنیم. و چی شد تو که شوق داشتی بگو خودت. نه الانش فکر می‌کنم یه ذره عجیبه. همینجوری با خودش درگیره مسعود در طول روز هم. ببین من یادم رفت و برگشت پینگ پونگ. اولین باری که دختر دیدی که این سوال خوبیه که میتونستی تحت تاثیر قرارش بدی. نمیتونستی دیگه. آره تو اصلا آخه نبود تا سالها. وات دخترها بعداً اضافه شدن توی آپدیت بعدی دختر اضافه شد واقعا. ولی نه ولش توی باگ فیکس بعدی دختر اضافه شد. آره من فکر کنم آخه واقعا من مثلا کلاس زبانم زمانی که راهنمایی میرفتم مختلط بود. اوه شت الان یادم اومد. و یه بمبی بود مثلا میگفتم میدون کلاس زبانم مختلط. آره دقیقاً. و همه کجا میری؟ مثلا من اینجوری بودم واچی فلان جا مدرسه امام خمینی فکر من دبیرستانم مختلط شد. ولی آخه نمیدونم واقعا خیلی سخته. ولی اینو گفتی من تو همون سندا یادمه مثلا یه دختر خوشم اومده بود. بعد مثلا من چند سال بزرگتر چند سال مثلا 2-3 سال اینا. خب مثلا راهنمایی اینا بودم. تازه به بلوغ رسیده. نه بلوغم فکر کنم نرسیده بودم. مطمئن نیستم. باید برم تاریخو چک کنم. بعد آره بعد مثلا اینجوریه که اولین بار که تو آهنگ گوش میدیم بعد اون موقع چیز بود بنیامین بهادری خیلی مثلا هیت بود و اینا. بعد مثلا آهنگای اونو که داداش پدرام بهادری. آره داداش پدرام بهادری. شاوت اوت تو پدرام. شاوت اوت اونو یه سری هم میگم مسعود شبیه پدرام. یکیشون موفق شد و یکیشون تو ایتالیا دستشویی میشه. خیلی بدی. خیلی بدی. با داداشم درست صحبت. بعد مسعود بهادری. آره آهنگای بنیامین بهادری که گوش میدادم اینجوری بودم که چیزه مثلا به این فکر میکردم خودم. این مثلا خیلی بچه بودم فکر کنم میام 12 سالم بودم اون موقع که همین آفتاب مهتاب پشمام اشکات فلان اینا رو نمیخوام. تو پس اون زمان مربوط میشه. آره بعد کار عجیب واسش نکرد. از اون موقع عقیده‌شم نباید کاری کنی. خب مثل اینکه خیلی آبرومندانه میتونیم این سوال رو رد کنیم. این به نظر من یادم واقعا هیچ یادم نمیاد. تلاش یه ذره چیزه یه ذره ریسکیه این باشه بابا شما خیلی کولین شما خیلی خفن. ببین آخه من اصلا یه داستان دارم تعریف کنم. ببین نه ولی اینه که آبرومون نمیرفته احتمالاً. آره ضایع شدنه. ضایع نشدیم تا حالا. ببین چون ما چون تلاش داشتم موفقیت آمیز بوده. ما پسر خج خفه شو بابا. آخه به ضایع خجالتی معمولا حرکت سنجیده ریس. آره مثلا یه کاری میکنه دختر نمیره. گنده هم نبود آخه. آره یعنی مثلا هیچ وقت روی اینو نداشتیم بریم. نبود این مستقیما گوه خوری. چی گفت تو رو یعنی میخوام به حتی تو لیگ هم نبود. نه داشت میگفت من کراشام رو تحت تاثیر داشتم. کراشام من تحت تاثیر قرار میدم. آره این از این چیزا. آره بخاطر این ما هیچ وقت کاری نمیکردیم که درصد موفقیتش پایین باشه. اینم همینو گفتی. تو زندگیت به اون بستگی داره. ریفریزش کرد. ادامه نسلت به این بستگی داره که تو چه جوری با این قضیه. ادامه نسلت چرا به این بستگی داره؟ یه کلمه رو اشتباه بگردم دیگه اونو یادمون نمیاد اون خیلی کوچیکه. آخه جلوی کسی که مثلا داری میگی کراش بهش. نه ببین آخه اصلا حرف. ببین مثلا ما زمانی که تو مدرسه دبیرستان امام خمینی بودیم یادم ضایع ترین چیز این بود. حالا من یه داستانه خیلی عجیب و غریبی داره که من نمیدونم تعریف کردم یا نه این داستان رو از اون وقایع عجیب زندگی منه که هنوز واسه علامت سواله.
بگم یاد خیلی چیز. من یه دختری مثلا اون زمانی که تازه وارد مدرسه شده بودم اینجوری بود که به شوخی همه میگفتم مثلا من از فلانی خوشم میاد، منم رندوم انداختم که از فلانی خوشم میاد و این مثلا دختر یکی از مقامات سفارت بود و این داستانا که خیلی پدرش حساس بود روش و اینم مشخص بود که خیلی پول در اختیارش قرار گرفته و متفاوته واضحا و این فقط یک شوخی بود و هیچ وقت جدی نشد و هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. یکی دو تا از این لحظات کرینج مثلا پیش اومده بود که تو احساس میکنی این حرفو زدم و کولم و بعدن اینجوری بودی که حاجی تو رو خب از این لحظات هم داشتیم و بعدن دیگه نمیدونم اصلا بهش توجه نکردم و گذشت تا مثلا 6-7 سال بعدش یک روز صبحی که من داشتم میرفتم پادگان تهران، سرباز بودم، ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم و دایرکتم رو چک کردم دیدم که یک پیجی به اسم اون دختر به من دایرکت داده و من رفتم دایرکت رو باز کردم دیدم که خودشه و اینجوری شدم چطور ممکنه اصلا وات. بعد دیدم ازم پرسیده که مثلا همونه هستی که تو مدرسه چین فلان اینا، گفتم آره. بعد دایرکت رو جواب دادم و بیدار بود و جواب داد و من لباس پوشیدم رفتم سمت پادگان. بعد یه زنگ زدم به کادریم گفتم که من دیرتر میام یه مشکلی واسم پیش اومده و در حالی که کنج پارکینگ پادگان نشسته بودم و داشتم دایرکت رو جواب میدادم و فقط اینجوری بودم که پسر چه اتفاقی داره میفته. مثلا اینجوری بود که آره مثلا منم اون موقع ازت خوشم میومد ولی بچه بودیم چقدر با مثلا یادت اون موقع این کارو کردی فلان. الان کجایی؟ الان به من بگو الان کجایی؟ بعد من جواب دادم و فلان اینا و ساعت مثلا 6:30-7 صبح بود که گفتم که من دیگه باید برم پادگان، الان سربازم برگشتم باهات صحبت میکنم. گفت باشه خداحافظ. یه بک زدم و دیدم که فالو ریکوستم رو اکسپت کرده و وقتی وارد پیج شدم دیدم کل پیجش عکسای 2 نفر است. وای و اینجا بس خیلی بد واقعا نکنید هیچ وقت از آره همونو بلند شدم رفتم تو پادگان و کلم خراب بود. بعد کادریم اینجوری بود که چی شده؟ گفتم بیا اینجا. نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. الان که اینو گفتی منم یاد چیزی افتادم ولی کراش هم نبود، یعنی دقیقاً مشابه این موقعیت بود که شوخی جا افتاده بود که من از فلانی خوشم میاد و اینا. بعد ما یه اکیپ 4 تایی بودیم، 2 تا دختر بودیم 2 تا پسر اوایل دانشگاه. بعد اینا هی مسخره میکردن که گفتن تو مثلا از فلانی خوشت میاد و اینا. خیلی دختر گوگلی و با نمکی بود، مثلا من خیلی مثلا گفتم این چقدر با نمکه و اینا. اینو دیگه دست گرفته بودن که فلان و اینا. بعد گذشت و چند ماه گذشت تولدم بود، واسم تولد گرفته بودن این 4 نفر و چند دقیقه بعد دیدم این دخترام اومد تو کافه و دیدم که دهنتون سرویس. و دختره اومد و مثلا تبریک گفت و مثلا اینجوری که آره واسط کادو خریدم، یه کادویی بهم داد و اینا. اینجوری که من بابام پایینه و اینجوری که خوش سرتون خیلی گاوین و باباش واقعا پایین بود اومده بود بیارتش و چیز بکنم و اینا. اینجوری که دمت گرم مرسی خیلی ممنونم که اومدی قربونت بفرمایید. من خیلی این الان آبروریزی که قشنگ آدم عرق شرم میریزه اونجا بود واسه من، ولی خب کراش نبود دیگه. الان بریم سراغ تو بردار دیگه بعدیو هم بزنم. بچه اگر دوست داشتید که این سری رو ادامه بدیم چون هنوز سوال زیاده توی قسمت کامنت ها بهمون بگید. با مزه بود، کلی خاطره گفتیم. از اصلا هم موازنم تو رو نمیاریم دفعه بعدی، تو رو نمیاریم. This is good. دفعه بعدی خود یاسمین رو میاریم چون یه دختر نیازه برای اینا. برو اولین باری که اشتباهی به کسی گفتی دوستت دارم. مگه شما اشتباهی به کسی میگی دوستت دارم؟ به تو هر روز اشتباهی نمیگی، تو خود داوطلبانه میگی مسعود دوست دارم. میدونستم اینجا میکشه. بگم الان اومدن داشتی چیکار میکردی؟ چیکار میکنی؟ نه ولش کن لطفاً ولش کن. نه لطفاً سوالو جواب بده. یه پیشنهاد بی‌شرمانه دارم. آقای محترم من داشتم همین این فلش به قبل از اینکه من به اونجا دراز چرا داری منو مالست می‌کنی؟ با تو می‌کشم پاشو صاف بشین درست کن. من داشتم پلا میومدم. شرط درست کن. این اینجامه. What the fuck. چرا خب داشتی میگفتی. من داشتم پلا میومدم بالا. بعد محسن بودن وایساده اینجوری تکیه داده به دیوار تو گوشیشه. بعد مثلا داره پایین نگاه میکنه. بعد من همینجوری عینکم نزدم نمیبینم. من عینکمو نمیزنم درست نمیبینم آدم. تار میبینم. بعد دیدم محسن داشتم میرفتم تو، من بعد در کمرمو گرفتم اینجوری درد دارم. بعد اینجوری مسعود بیا اینجا پاهات عکس بگیرم. ببین کاملا رندوم و بدون هیچ گونه. ببین من یه نگاه بهش کردم، واقعا یه نگاهش کردم تو بدم. بابا داشتم از پای خودم عکس بگرفتم، یکی درخواست عکس پا داده بود. بعد ببین واقعا اینطوری رندوم بیا از بعد پاهات عکس بگیر. خیلی آخه من زیاد از پام عکس میگیرم، درخواست هست دیگه. حالا به هر حال
بعد آره جدی آره، من جدی هر داره روز میگه. عکس پا میفرستم واسه آره. آدمای مختلف. من اینو بارها گفتم، یه بار دیدم تو ماشین نشسته بود یودین پاشو گذاشت رو داشبورد، بعد یهو دیدم یه فلش زد از گوشیش و هیچی نپرسیدم چون فهمیدم چه اتفاقی داره میفته. اگه من میتونم دل یک جوون رو شاد کنم چرا نکنم با یه عکس به این سادگی؟ چرا نکنم؟ فکر گفتم نکنم. حالا بیا مسعودم باشه واقعا زیر پا بغل پا حالا هر عجب چیزه. ببین در شرایط دیگه اوکی بود، داشتم میمردم تو اون شرایط. آره من گفتم یه جا باشه من دراز سورپرایز کنم دوتا. آره میشه لطفا نه مسعود. اینو پس کسی چیزی نداره؟ ما برای چی بود اولین باری که به اشتباه گفتی دوست دارم شاید آدم نالایقی بوده. اون که زیاد بود. خب حل. نه منظورم اون از اشتباه گفتن دوست دارم این نیست که توپق زده باشی بگی دوست دارم، منظورم اینه که به آدم اشتباهی گفته باشی دوست دارم. یا مثلا تحت کاسه خنده نشون از مغازه داری میری بیرون. نه یعنی چی؟ نه تو مغازه بهش میگی دوست دارم؟ بعد از اینکه بوسمون کردی یا قبل از اینکه؟ بعد از گرفتن تخفیف یا بعد از یکی دیگه برده. من یادم چرا داره میگی پیش میاد؟ یعنی چی؟ کدومش پیش میاد؟ اشتباه یهو مثلا میخوام بگم شاید- خداحافظ میگی دوست دارم. شاید واقعا وقت بهش همچین اتفاقی بار رو نمیفته. تعریف کن خودت از پشت صحنه. اینطوری که مثلا خرید بودم و اشتباهی به جای اینکه بخوام بگم خداحافظ گفتم مرسی دوست دارم. واقعا برای تو پیش اومده؟ و آقای بعد اینو میخوای بیاری تو گپ تایم بنشونی. قشنگ 2-3 بار من این اشتباه تو هم داری کردم همچین تا چیزی رو وحیدم؟ من به دختر می‌خواستم بگم مرسی، اشتباهی گفتم دوست دارم. واضحا اینا اشتباهی اشتباه نیست. نگفته. بچه‌ها. این از اونایی نیست که اشتباهی گفته آره خب باشی. دیگه میگم اون چیزی بوده مثل که تو اینه که ذهنتون نه، بوده هیچ. یعنی ولی تحت تاثیر تستوسترون هیچ وقت نشده به یکی بگین دوست دارم و بعدش پشیمون بشه. نه. رضا رو بعید تحت چرا؟ تاثیرات هورمونی هر پسری گفته چرا؟ دوست دارم. رضا رو بعید می‌دونم. تو برداشت یه دونه جدید آره. اونو بازش کن، پس یه سوالی رو درست جواب بدیم و بعد خدافظی کن. چقدر تو عشق و عاشقیه؟ اولین باری که عاشق یه آهنگ شدی و نتونستی دست از گوش دادنش برداری؟ دارم به سادگی نام به لینکین پارک. افاک میخواستم من بگم سکت رو نام به لینکین پارک فکر کنم مال من بود. اول راهنمایی بودم. سوم راهنمایی بودم. جدی؟ چقدر زود گوش شدی؟ آره چون من بابام با خرید گوشی واسم مخالف بود و یه دونه MP4 واسم خرید وقتی که وارد راهنمایی شدم که اگر نمیدونید MP4 چیه، MP4 یک گوشی کاملا حالا یه گوشی قدیمی MP3 پلیریه که ویدیو هم پخش ویدیو میکنه. پلی می‌کرد و سیم کارت نمیخورد. تنها نکتهش آره. این بود که یعنی سیم کارت نمیخورد، یعنی بزرگترین آیپاد خطر اینو. که خانواده احساس می‌کردن این بود که سیم کارت داشته باشی و نمی‌دونستن چیکار می‌کنی باش. اسمش روشه دیگه، پلیر آره. فایلای MP3 بود، فایلای موزیک و MP3 ویدیو فایلای- میتونه پخش کنه ویدیو خیلی نه کوچولو. MP3 اینو MP4 یادم بودن. بردم فور دادم ویدیو تیری بیرون. موزیکه. تیری موزیک گفت تیری؟ MP4 فور بوده. MP4 بود و که مثلا روش موزیک بریزن و یکی از اون موزیک ها فینت لینکین پارک بود و فینت اوایل من اینجوری بودم این یارو دیوونه است مثلا چرا داد میزنه، بعد اینجوری بودم نه باحاله داره داد میزنه و بعد خوشم اومد و بعد دیوونه اولین جالب. رفتم پیدا کردم که اینا کیان، بعد فهمیدم آره اولی که فینت من بود اولین که شنیدم کاتالیست بود. کاتالیست. بعد رفتم پیدا کردم، آهنگ بعد به عجیب نام رسیدم، دومین آهنگ نام بود و اینجوری بودم دروازه باز شد This برای shit is deep واقعا. واقعا دروازه باز شد و من وارد شدم. من سوم راهنمایی بودم. چرا من فکر کنم پینک فلوید رو میگی نام به چیز؟ نام به نه نام لینکی پارک یه اون uncomfortable آموزشی هم از نام درسته بهش خونده نمیشه. نام. حالا anyway من سوم راهنمایی بودم و مثلا قبل از اون واقعا انقدر پیگیر موزیک خاصی نبودم. یعنی از اینایی بود که مثلا تو ماشین بابات میشنوی، تو ماشین دایید میشنوی، موزیکی که رد میشه. اولین باری که من واقعا یه چیزی رو گوش دادم خودم شخصا بهش، من توی کلاس زبان از همه کوچیک‌تر بودم. مثلا من دوم سوم راهنمایی بودم، شاید بقیه پیش دانشگاهی یا دبیرستانی بودن. و من رفیقی داشتم اونجا مسعود محمدی که نمیدونم الان برنامه رو واقعا به دستش میرسه میبینه یا نمیبینه. این بشر تو رشد من خیلی نقش زیادی داشت. آهنگ به معرفی میکرد، چه میدونم خیلی چیزا رو برام توضیح میداد و چی میگن الگوی باحالی بود برام. و اولین بار یادم یه موزیک ویدیو آورد سر کلاس و اونجا پلیش کرد و نام لینکین پارک بود، موزیک ویدیوش بود. داشت تو تلویزیون پخش میشد و من واقعا قفل شده بودم که این چیه. و بعدش گفتم مسعود
اینو میتونی بریزی تو گوشیم؟ من اونجا اولین گوشیمو تازه خریده بودم. گفتم میشه برام اینو بریزی؟ خوشم اومد ازش. گفت آره اینا فلانن، اینا هم آهنگاشونه، اینا هم یکی موزیک ویدیوهاشونه اگه دوست داشتی. ولی فارغ از بقیه آهنگ‌ها و موزیک ویدیوها همچنان اون یه دونه این پتک میخورد تو سرم و فکر میکنم مثلا اون اولین آهنگ غیر فارسی بود که حفظش شدم و تونستم بفهمم که چی داره میگه و تا آخرم موند. یعنی همین الانش هم نام یه طرفه و بقیه آهنگ‌ها همه یه طرف دیگه. واقعا متفاوت. آره. واقعا. تو چی بودی؟ The Messenger. The Messenger لینکین پارک. بله. میلیون ها بار اینو گوش دادم. میلیون ها بار. یعنی اونم از اون آلبومایی که خیلی آندر When you feel you're alone. مسنجر فکر کنم حداقل از دیدگاه من تنها آهنگیه که هیچ کس به جز چستر واقعا نمیتونه بخونتش. یعنی فقط نوشته شده و اجرا شده توسط این فرد. هیچ کس اون انعطاف صدا رو نداره برای خش صداشو لازم داره برای اون اجرا. یعنی هر چقدر مثلا تمیز یا مثلا به شکل دیگه بخونه اون خش است که قشنگش میکنه و خدا بیامرزتش. مسعود تو چی؟ ببین میگم لینکین پارک اولین چیزی که ازش گوش دادم این کاتالیست بود. بعد دیگه یه دوستی داشتم دقیقاً اون برام همه آهنگاشو ریخت و اینا. ولی اولین آهنگی که مثلا اینجوری دیدم که اوف عجب مثلا چیز عجیب غریبیه اون دوره‌ای بود که مثلا 50 سنت خیلی ترکونده بود و اینا. بعد مثلا امینم اون موقع آلردی معروف بود. 50 سنت بعدش اومد یه دور دیگه ترکون. اون آلبوم چی بود؟ این د کلاب از چی Get Rich or Die Trying فکر کنم اسمش اینه. آلبوم 2003 دیگه. آره. که همین کندی شاپ و نمیدونم این د کلاب و اینا مثلا یه خیلی صدای عجیب غریبی میداد. بعد مثلا رپ و اینا خب اون موقع گوش نداده بودم. هنوز مثلا رپ فارسی هم من چند سال بعدش بود یادمه دقیقاً فلش 4 گیگ داشتم. این فلشا که سفید و آبی بود در داشت باز میشه. دادم به دوستم اون مثلا برام یه سری رپ فارسی و اینا ریخ. ولی قبل از اون مثلا همین آهنگای 50 سنت بود و مثلا Lose Yourself امینم بود و آهنگای این شکلی اون دوره هیپ هاپ بود. خب کدوم ترک 50 سنت بود دقیقاً؟ ببین من هنوز این دوتا رو با هم قاطی میکنم. یعنی هم دیشب داشتم دوباره جفتشو گوش میدادم کندی شاپ و این د کلاب رو با هم قاطی میکنم ولی جفتشو اینجوریه که حفظ اسمشون رو قاطی میکنم. یکیشون در مورد کلاب یکیشون در مورد کندی شاپ که خیلی چیزا. آره جفتشون رو یه اندازه مثلا تو مغزم من هنوز. بعد سر همین مثلا رپ فارسی خیلی خوشم اومد که این آهنگ این دوتا آهنگو فکر کنم جفتشو چیز کاور کرده بود. زد بازی فکر کنم. آره. و خیلی این کارو باحال انجام دادن. برای اون موقع خیلی خفن بود. آره حرکت متفاوتی بود اون زمان. یکی دیگه هم جواب بدیم یا بریم؟ من یه سوتی یادم افتاد که خودم دادم ولی حالا تو سوالا نبود و اولین باری بود که دستم خورد روی یه استیکری و اشتباهی برای یکی فرستادم. اون موقعی بود که تلگرام نمیذاش پاک کنی. آره آفرین. و هی مثلا بعدش این نقطه گذاشتم اینجوریام که ببخشید من معذرت میخوام اصلا منظورم این نبود. خیلی من بار چتا رو اشتباه کردم و به این نفر فوش دادم و چون میخواستم فوش رو به یکی دیگه بدم به این یه حرف دیگه میخواستم بزنم و این دوتا رو اشتباه رفتم به یکی فوش دادم به اون جواب نامربوط دادم و بعد اینجوری بودم که گوشیم دست یکی از بچهای فامیلی بود. آدم بیادبیه و قبول کرد. خیلی حیوونه و پذیرفت. و چیز دیگه هست جواب بدیم یا بریم؟ یکی دیگه هم بذار بریم و بعد اینو خیلی خلاصه و کوتاه جواب میدیم. اولین باری که توی جلسه کاری سوتی دادی و آورود رفته. سوتی رو رد کنیم. خب بریم سوتی رو رد کنیم. پس این سوال رو داشته باشیم. محسن داره همه رو میخونه. خب ببینم جالبشه در بیارم. خب بگو چی هست شاید جالب باشه. اوکی. اولین باری که جوک گفتی اما هیچ کس نخندید. من هر روز تو دفتر. تو که هر روز تو دفتر بود. اولین باری که تکست اشتباه دادی که تو گفتی. خب تا حد زیادی همون بود دیگه. آره. بعد اینجا رو میشه تبلیغ پخش کنی؟ اینجا رو اد بذارید. اینو یه بار من بابام رفته بود مسافرت و من می‌خواستم بهش پیام بدم حالش رو بپرسم. پیام دادم که سلام بابا چطوری خوبی؟ و جواب اومد بهم کجای شارلاتان. من اینجوری بودم که بابا چی داری میگی؟ گفت ببخشید با بقیه داورا بودم اشتباه پیام دادم. اوکی. بهترین سوال رو پیدا کردم. اوکی. فکر نمی‌کنم اولین باری که در توالتو باز کردی و کسی اون تو بود. من یه صحبتی دارم راجع به این سوال. چرا یه جوری نوشته شده انگار هر روز یه روتینه؟ اولین باری که این اتفاق افتاده ریریه. نه واقعا.
من خیلی سریع اینو میگم و سوال نپرسیم. من در دستشوی مدرسه رو باز کردم، یه بچه اونوری نشسته بود و من اولین بار بود که می‌دیدم که یکی اونوری میشینه رو دستشویی و برام سوال بود که بعد هیچ وقت چهرهشو ندیدم. هنوز که برام سوال اونایی که اونوری میشینی هدفتون چیه؟ مشکلتون چیه؟ طرف فقط کون میشناسه. اونجوری نشینید خواهش میکنم. روش استفاده از هر چیزی رعایتش کنید. برعکسش رو میتونی توصیف کنی کدوم سمت درسته؟ پشت به چاه باشید لطفا. پلش کن. آره واقعا بحث جذابی نیست. من یه بار یادم در دستشویی مدرسه رو باز کردم 2 نفر توش بود. شاوت اوت دو نفر. شاوت اوت سالها پیش پرچم رنگین کمون رو داخل مدرسه به اهتزاز زدم. اینم من چون یه نمونه خیلی خوب دارم ازش بگم. اولین باری که به کسی همفکری کاری دادی و کاملا اشتباه بوده. من میدونم. و اون طرف به فنا رفت. بله. یک بخش اعظمی از یک گپ تایم بین اختصاص پیدا کرده. مثلا 12 سال پیش بود توی فیسبوک پدرام به من پیام داد که حاجی یه ایده خفن دارم. یه پلتفرمی بزنیم ملت بیان توش موزیکا رو به صورت زنده گوش بدن. آنلاین موزیک رو گوش بدن جایی که دانلود کنن. مزخرف و اینا بعد ایده مزخرفی که چی مثلا خب آدم تو هاردش داره دیگه. 2 سال بعد یارو اسپاتیفای رو زد و جهان رو تکون داد. آیتونز اون موقع بوده داشتن این کارو میکردن. پدرام فکر نکنم این خیلی قدیمه. قبل اسپاتیفای آیتونز بود. نمیدونم پس احتمالاً نبوده که پدرام جود ایده جدیدیه برای ما. آره آخه اون موقع اصلا این چیز عجیبی بود که واسه تو بتونی استریم کنی اون. بچه‌ها دمتون گرم. نکن اینا رو خراب نکن. پیشنهاد آخر هفته نکن. اینا رو خراب نکن. اگر اهل استار وارز هستین من استار وارز دی بد بچ یه سریال 3 سیزنیه که اونو دیدم تمامش کردم و الان باید کلون وارز رو ببینیم. لذت بردم. کلون وارز باید قبلش میدیدم ولی خب نه کلا الان ببین منظورم اینه. آره کلون وارز هم یه ذره شو دیدم هنوز شروع نکردم. تقریبا همه سریالا و فیلم‌ها ایناشو دیدم به جز 2-3 تاش. یه ربل رو ندیدم هنوز. کلون وارز ربل منم ندیدم ولی کلون وارز رو دیدم. آره و کلون وارز عالیه. دی بد بچ خیلی خوب بود. چیو؟ اوبیوان رو دیدی؟ اوبیوان رو دیدم. آندور خیلی خوب بود. آندور اگر دوست دارید ببینید. ولی خب این کلا دی بد بچ یه استارتینگ پوینت خوبی هم میتونه باشه چون خیلی داستان دلنشین و جذابی داره و قشنگه. من دوستش داشتم. چیزو تو هفته گذشته پنگوان رو کسی گفته؟ آره من دفعه قبلی گفتم ولی تو بگو. آره من اونو الان میبینم کلا پیشنهادش میکنم. نکن بس اینا برو قسمت بعدی دیگه. فیلم فقط پنگوان رو تو معرفی کردی. رضا تو چی معرفی میکنی؟ آهنگ جدید ویکند هم گوش بدید برای آخر هفته. بچه استراحت کنید آخر هفته رو به نظر من. آره که بعدش جلسه کاری دارین زود برسه. آره استراحت کنید لطفا. بخوابید. خواب به اندازه کافی واقعا. نهارمو گرم کنه. استراحت کنید بخوابید. من بهتون چیزی دارم پیشنهاد بدم. سایلنت هیل 2 رو آخر هفته شروع کردم و اگر بازی نکردید حتما رو بازی کنید. این گزینه خیلی خوبیه. دمتون گرم. مراقب خودتون باشید. خدافظ. خدافظ. بای بای.